بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. سلام عرض می کنم خدمت همه شما خوبان، عزیزان، دوستداران سفره دل. الله رو بی نهایت سپاس به خاطر تمام نعمتهاش، به خاطر نعمت ایمان، به خاطر نعمت قرآن، به خاطر نعمت فرصتی که در اختیار من و شما گذاشت تا کنار هم در این سفره دل جمع بشیم و در راه تلاش و دست یافتن به رضای الله تعالی بیشتر یاد بگیریم، بیشتر آگاهی پیدا بکنیم و بیشتر قدم برداریم. خوشحالیم که در این برنامه هم میهمان بسیار گرانقدری رو داریم و افتخار دادن، قدم رنجه فرمودن، قدم بر دیدگان ما گذاشتن و به برنامه خودشون سفره دل تشریف آوردن. حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان امروز میهمان سفره دل، بلکه میزبان سفره دل هستن تا از فرمایشات گوهربار این بزرگوار استفاده بکنیم. من در ابتدا از طرف خودم و به نمایندگی از شما خوبان و مهربانان عرض سلام دارم و ادب و احترام و خوش آمد میگم به حضرت مولانا. جناب مولانا خوش آمدید سفره. بنده هم خدمت جناب عالی و تمامی بینندگان عزیز و ارجمند وصال حق که دائما در این فرصت و در این وقت پای سفره دل نشسته بودن عرض ادب و سلام دارم به همگی شما عزیزان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم امروزه در گوشه از این سفره در خدمت شما هستم. خدمت از ما افتخار دارید حضرت مولانا. در روزهایی که پشت سر میگذاریم من و شما، حتما در هر گوشه ای از عالم اسلامی حال و هوای دیگری حاکم بر فضای جامعه ما. این طرف و اون طرف هر روز میشنویم که عده‌ای حرکت کردند و بار سفر بستند و به سمت کعبه دلها، به سمت قبله مسلمانان، به سمت ام القری در حال حرکتند و سیلی از موحدین، سیلی از دلهای شیفته و شیدای رضایت الله تعالی روانه شده به سمت حرمین شریفین. همزمان سیلی از اشکهای دلهای سوخته‌ای که شاید این سفر نصیب اونها نشده هم اونها رو بدرقه میکنه. حتما بدون شک همه ما و شما با دیدن تصاویر، با دیدن اون حال و هوا، با دیدن این احساس و شور و شعفی که در وجود زائرین بیت الله الحرام هست، ما هم آرزو میکنیم که کاش الله تعالی این توفیق و نصیب ما هم بکنه که به زیارت خانه خودش حرکت بکنیم و رهسپار بشیم. اما یک حقیقتی رو فراموش نکنیم که ما در پیش رو روزهایی رو در پیش رو داریم که از ارزش بسیار والایی برخورداره. روزهایی که نه تنها برای فقط حجاج بیت الله الحرام بلکه برای تمام امت اسلامی ارمغان‌ها به همراه داره. یک فرصت دیگر برای تجدید ایمان، یک فرصت دیگر بعد از رمضان برای تقویت ایمانی، برای شستشوی دل و باطن و یک فرصت بسیار طلایی، یک روزهای طلایی در پیش روست. برای اینکه از این فرصت‌ها بهتر بتونیم استفاده بکنیم لازم هست در ابتدا آشنا بشیم با این فرصت‌ها. در دین مبین اسلام ما عبادت‌های مختلفی داریم و یکی از ویژگی‌های دین مبین اسلامه که لحظه لحظه زندگی ما، گوشه و کنار زندگی ما
نشست و برخاست زندگی ما رو الله تعالی برای ما عبادت قرار داده، اگر بدانیم که چگونه استفاده بکنیم. من در ابتدا دوست دارم که از حضرت مولانا در این باب سوالی بپرسم درباره تنوع عبادت ها در اسلام که فتح بابی باشه برای داخل شدن به اصل موضوع ما که همون روزهای طلایی پیش روز. جناب مولانا درباره عبادت در اسلام، شاید ما خیلی وقتا فکر میکنیم که عبادت یعنی فقط همین قرآن خواندن و یا نماز خواندن و یا روزه گرفتن. اگر باید درباره انواع و اقسام عبادت ها و تنوع عبادت برای ما بینندگان عزیز بفرمایید. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. آن گونه که شما هم در گفتار زیبا و شیوایتون اشاره کردید، واقعا تنوعی که در احکام اسلامی هست که به عنوان عبادت و تقرب تعریف شدند و الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما خواستند که این اعمال رو انجام بدیم، اگر بخواهیم که یک نگاه کلی به این اعمال داشته باشیم، در میابیم که این اعمال با همدیگر متفاوت هستند. انواع مختلفی از اعمال و از عبادات هستند که ما در وضعیت‌ها و در مواضع مختلف، در حالت‌های مختلف، در اماکن مختلف، در زمانه‌های مختلف و اشخاصی با هر نوع وضعیت جسمانی، صحت و سقمی که داشته باشند میتوانند یک سری اعمال رو در واقع انجام بدن. عبادت به صورت کلی نامی هست و واژه‌ای هست لما یحبه الله و یرضاه. تمامی اعمال خداپسندانه، هر عملی که موجب رضایت الله متعال می شود و الله متعال آن عمل را دوست دارد، سبب می شود که ما تقرب بجوییم به الله متعال توسط اون عمل و این عمل در شریعت اسلامی تعریف شده باشد، این می شود عبادت. پس بنابراین تمامی اعمال و احکامی که در شریعت اسلامی وجود دارند، اهم از انجام فرایض، واجبات، مستحبات، مندوبات، یا در جنبه دیگرش ما نگاه بکنیم، تمامی کارهایی که الله متعال از ما خواسته که اونها رو انجام ندهیم، اهم از محرمات یا مکروهات که تنزیهی باشند یا تحریمی باشند، یا حتی کارهایی که بیهوده و بی ثمر هستند برای انسان، نه در دنیا فایده داشته باشند و نه در آخرت، ترک تمامی این اعمال در واقع عبادت شمرده می شود. تمامی اعمال مأمور بها که الله متعال دستور داد که این اعمال رو انجام بدهید، برترینشون نماز یا ایمان به الله متعال و اون گونه که در روایتی از رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده که کمترین درجه ایمان اماطة الاذی عن الطریق، این که خاری رو از سر راه یا سنگی رو از سر راه بردارید. تمامی اینها در مفهوم عبادت داخل است. و تمام اعمال زشتی که الله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم چه در قرآن چه در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما بیان شده که اینها سزاوار یک فرد مسلمان نیست. اجتناب از تمامی این موارد به اضافه انجام موارد قبلی که جز مأمورات بودن، اینها میشن مجموعه دین و مجموعه عباداتی که الله متعال بر ما مقرر کرده و موجب رضایت الله متعال هست. پس حضرت مولانا میفرمایید که نه تنها انجام دادن، بلکه بعضی از اوقات انجام ندادن هم خودش یک عبادت هست. قطعا نه تنها یک عبادت هست، بلکه جز برترین عبادات هست. انجام ندادن محرمات، گناهان، یکی از بزرگترین عبادات هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که از آنچه که اتق المحارم تکن اعبد الناس. برای این که شما یک مسلمان وارسته باشید، یک مسلمان به اصطلاح مترقی باشید در بعد عبادت، لازم نیست که یعنی فقط در جنبه مأمورات شما عمل بکنید، یعنی زیاد نماز بخونید، زیاد روزه بگیرید، بلکه اگر شما از منهیات الله متعال پرهیز بکنید، اتق المحارم، از اون چیزهایی که محارم هستند، محرمات هستند، الله متعال اونها رو حرام کرده، اگر اینها رو شما از اون اجتناب بکنید، اعبد الناس میشوید، برترین
بهترین مردم میشوید. در روایت معروفی که درباره توسل هست، 3 نفری که رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف کردند که از اقوام گذشته در غاری رفتند و گرفتار باران شدند و سنگی و صخره بزرگی غلتید و دهانه غار را گرفت. در اونجا هر کسی به اعمالی که انجام داده بود و انجام نداده بود توسل کردند. بهترین اعمالشون، هم در بعد انجام مأمورات و هم در بعد ترک منهیات. یعنی بهترین عبادت‌هاشون، بهترین عبادت‌ها، یعنی فکر کردن در میان اعمالی که انجام دادند کدوم اعمال بهتر است. بعضی اعمالی رو که انجام داده بودند در واقع به اونها توسل جستند، مانند خدمت پدر و مادر و در واقع کمک به هم نوع یا پرداخت حقوق دیگران. اما یکی از اونها به عملی که انجام نداده بود توسل کرد. عملی انجام نداده، عملی رو انجام نداده و اینو برای خودش افتخار میشماره، اینکه این کارو نکرده. بله، بعضی از کارها کردنشون و انجام دادنشون افتخار داره و برخی از کارها نکردنشون افتخار داره. و به این گونه توسل کرد که گفت که پروردگار تو بهتر میدونی. من دختر عمویی داشتم با تفاسیری که در روایت اومده که فقیر بوده، تقاضای کمک کرده، من بهش کمک نکردم و گفتم به شرط این که به من تمکین بدهی و نهایتا اون راضی شده به خاطر شدت نیازی که داشته. اما در لحظه آخر میگوید که من از الله ترسیدم و این عمل رو انجام ندادم. پروردگارا تو میدانی که من به خاطر تو این عمل رو انجام ندادم، پس این مشکل رو از ما حل بکن. توسل به اعمال. یک نکته جالبی در اینجا وجود داره که معمولا ما مردم مسلمانان اهم از اونهایی که یعنی دیندار هستند یا بیشتر اونهایی که کمتر اهل دیانت هستند، ما اعمالی رو انجام نمیدهیم، زیاد در فکر اعمال خیر نیستیم، در فکر ارزش اعمال یا این که این عمل کجا به درد ما میخورد در فکر این نیستیم. نشستیم وقتی که دوچار مشکل میشیم الان در فکر نذر میفتیم. پروردگارا اگر فلان مشکل ما رو حل بکنی من فلان نذر رو میکنم، چند روز روزه میگیرم، چند رکعت نماز میخونم، مقداری از مالم رو صدقه میکنم، فلان و به همان کار رو من انجام میدم. این فرد منتظر اینه که دوچار مشکل بشه، بعد از این بخواد برای در پیشگاه الله تعالی شرط بگذاره خدایا اگر مشکل ما رو حل کردید من عبادتت میکنم. بدین خاطر است که علما میفرمایند که نذر کردن مکروه است. نذر کردن برای الله تعالی شرط تعیین میکنه که در مقابل این کاری که برای من انجام بدی من یک عبادتی رو برای تو انجام بدم. این مکروه است اساسا. روش بهترش اینه که ما قبلا عبادت رو خالصانه انجام بدیم. در زمانی که صحیح هستیم، سالم هستیم، مشکلی برای ما پیش نیومده، عملی رو انجام بدیم. وقتی که دوچار مشکل شدیم الان بریم پیش خدا که پروردگار فلان عمل رو من به خاطر تو انجام دادم، پس بنابراین این مشکل ما رو در واقع حل بکن. پس بنابراین همون گونه که شما اشاره کردین، هم انجام مأمورات و هم ترک منهیات در واقع در دایره و در تعریف بزرگ عبادات داخل هست. ما جناب مولانا این آیه شریفه به یادم اومد که الله تعالی میفرماید در سوره مبارکه نساء آیه 31 ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا کریما. یعنی اگر شما از گناهان کبیره دست بکشید، گناهان صغیره شما رو من میآمرزم و شما رو در یک جایگاه بسیار با کرامتی من داخل میکنم. اینم خودش یک، یعنی بعد در این بعد هم ما کار بکنیم که تلاش بکنیم که کارهایی رو که از ما الله تعالی خواسته که ترک بکنیم، تمام آنچه که به حال در منهیات داخل هست، به این بعدم یک توجه خاصی داشته باشیم. یعنی نه تنها به فکر فقط عبادات، ذکر و نماز و این چیزا باشیم، به فکر انجام ندادن منهیات هم باشیم که خودش به یک فضیلت بسیار بزرگ است. حتی این گونه هست که ترک گناهان بزرگ سبب می شود که گناهان صغیره از انسان خود به خود معاف بشوند. یا حتی از این بالاتر الله متعال آنچنان مهربان هست که در مقابل اعمالی که ما انجام میدهیم و باید انجام بدهیم، جز نماز هست، روزه هست، زکات هست، حج هست، یا تمام اعمال خیری که ما انجام میدهیم به صورت کلی حسنات، اینها حسنات سیئات ما رو کاملا از بین میبرند. نماز کفاره هست، الصلوات الخمس کفاره لما بینهن، یا عمره تا عمره، حج تا حج، وضو گرفتن، نماز خوندن، صدقه دادن و بسیاری از کارهای دیگر کفاره در واقع گناهان میشوند. این الحسنات یذهبن السیئات. بله قطعا این گونه هست. منتها در مورد تنوع
تنوع عباداتی که شما به اون اشاره کردید در شریعت اسلامی، من عرض کردم که هم انجام مأمورات عبادت هستند و تنوع داره در بعد انجام دادن عبادت، و هم در واقع باز آمدن از گناه، این هم در شریعت اسلامی به عنوان یک عبادت در واقع شمرده شده و جا دارد که انسان‌ها خصوصا جوانان در این جنبه بیشتر دقت بکنند تا اینکه در روز مبادا دچار مشکلی شدن بتونند که در واقع از این به این اعمال خودشون توسل بکنند. یا من شاب نشأ فی عبادت الله، یکی از 7 گروهی هستند که در روز قیامت در زیر سایه عرش الله متعال و مورد رحمت الله متعال قرار میگیرند. عبادتی رو که الله متعال بر ما تعیین کرده به صورت کلی عباداتی هستند که برخی از این عبادات روزانه تکرار می شوند، یعنی هر روز باید اینو انجام بدیم. به اضافه این که روزانه باید انجام بدیم، یک عبادت همگانی هست، هیچ کسی از این مستثنا نیست، برای همه هست، مرد و زن و پیر و جوان، فقیر و ثروتمند و بیمار و سالم، همشون. این عبادت نماز هست که مهمترین رکن عبادی اسلام هست. در هر روز و در هر روزش هم 5 مرتبه باید انجام بدیم و همه باید انجام بدن. هیچ کسی از این حکم شرعی معاف نیست مگر در شرایط خاص، مگر در شرایط خاصی که اون در واقع انسان غیر مکلف قرار بگیره. تا زمانی که مکلف هست، هوش و حواسش هست، در هر شرایطی که باشد این نماز در واقع بر اون فرض هست. عبادت روزانه و همگانی هست. این یکی. عبادت دیگری داریم که عبادت سالانه‌ای هست، در سالی فقط یک بار میاد، باز هم همگانی هست، به استثنای افرادی که باز هم در واقع استثناءاتی در این زمینه وجود دارد، مانند عبادت روزه. و غیر از این عبادتی داریم که در واقع سالانه هست، فقط یک بار انجام می شود و فقط بر افراد مخصوصی هست. همه این رو نمیتونن انجام بدن، برای همه میسر نیست. کمترین بخش مسلمانان میتونن این عبادت رو انجام بدن که عبادت حج هست. زکات هم این گونه هست. و عبادت دیگر که سالانه هست، عبادت زکات هست، اون باز دایرهش در واقع شاید یک مقداری محدودتر از دایره حج باشد، محدودتر از دایره حج. این یک تقسیم. و تقسیم دیگری داریم که عبادات رو وقتی که ما نگاه میکنیم، برخیشون عباداتی هست که صرفاً بدنی هست، صرفاً بدنی هست، یعنی شما هیچ گونه مالی نیاز ندارید برای اینکه این عبادت رو انجام بدید، مانند عبادت نماز، عبادت روزه، صرفاً عبادت بدنی هست که شما این عبادت رو باید انجام. برای انجام این عبادت لازمش این نیست که شما ثروتی رو داشته باشید. غیر از این عبادتی رو داریم که فقط مالی هست، افراد دیگر نمیتونن اون انجام بدن، مانند عبادت زکات هست، فقط مالی هست، مخصوص ثروتمندان هست، اونم با سقف مشخصی که هر کسی که سرمایه اش تا این سقف مشخص برسد میتواند که این عبادت رو در واقع انجام بدهد، اما بقیه فقرا و مساکین نمیتونن چنین عبادتی رو انجام بدن، واجب نیست. واجب نیست. عبادت دیگری رو داریم که مشترک هست، هم بود بدنی دارد و هم بود مالی، یعنی شما برای انجام این عبادت هم خودتو باید در زحمت بیندازی، جا به جا بشوی، سفری رو متحمل بشوی، و هم این که مال و سرمایه داشته باشید. از مال و جان خودت باید در واقع شما باید مایه بگذاری، مانند عبادت حج هست که هم عبادت مالی هست، کسی که مال نداشته باشد و اساساً بر اون فرض نمی شود، حتما باید خرج و مخارج رفت و برگشت رو داشته باشد، مخارج خانواده خودش با پشت سرش اون هم داشته باشد تا اینکه حج بر اون در واقع لازم بشه. در غیر این صورت حج بر کسی لازم نمی شود. اضافه بر این امکان رفتن به مکه و به حج برایش میسر باشد، این امن طریق باشد. در واقع اینها تمام جزء معنی و جزء واژه استطاعت در واقع قرار می گیرند. این یک بودی. در یک بعد دیگر عبادات رو وقتی که ما نگاه میکنیم، بعضی از عبادات عملی هستند، یعنی با اعمال ظاهری ما، با حرکت و سکون ما در واقع انجام میشوند. مانند نماز، باید به رکوع بری، قیام داره، رکوع داره، سجده داره، قعده داره، بلند بشی، بنشینی. این اعمال ظاهری است که انسان در واقع در ظاهر وقتی که انسان رو میبینه متوجه میشه که انسان مشغول عبادت است. یک عبادتی هست که صرفاً عبادت زبانی هست، صرفت عبادت زبانی هست که باید با زبان انجام بگیره. اگر این عبادت رو یعنی با قلب انجام بدیم،
شاید این تاثیر رو ندارد و اساسا عبادت محسوب نمی شود. مانند اذکار، مانند در واقع قرائتی که در نماز هست، تلاوت کردن قرآن، خود قرائت و تلاوت به معنی این هست که لب و زبان انسان حرکت بکنند. اگر از لب و زبان حرکت نکردند یعنی شما قرائتی رو انجام ندادید. یا اذکاری که به زبان گفته میشد، این مخصوص زبان هست. اگر این رو منتقل کردی به قلب، گرچه قلب در واقع در فکر الله متعال هست اما عملا شما قرائتی رو انجام ندادید. بعضی از عبادات صرفا مال قلب هست، زبان در اینجا تأثیری رو نداره و اصلا نقشی رو نداره، نباید هم شریک بشود. مانند نیت کردن مثلا، یا خوف داشتن از الله متعال، بیم و امید داشتن از الله متعال، توکل بر الله متعال، ایمان و یقین و تمام اعمال قلبی که در واقع وجود دارند که هیچ کسی از اینها در واقع غیر از شما، غیر از الله متعال از این خبر نمیشد. این یک نوع تنوع از عبادات است در شریعت اسلامی، غیر از عباداتی که دیگر هست. من فقط در اینجا عباداتی که جز فرایض و ارکان اسلام هستند من اینو نمونه عرض کردم خدمت شما، وگرنه احکام دیگر و عبادات دیگری که وجود دارند و شعبه های بسیار متعددی دارد ایمان و در واقع عبادت در شریعت اسلامی. عرض کردم تمامی اعمال خداپسندانه، چه انجامشون خداپسندانه باشد چه ترکشون، تمام اینها جز مفهوم عبادت هستند و این یکی از خوبی های اسلام هست که طبیعت بشر را، ویژگی های بشر را، مراحل مختلفی رو که بشر در واقع طی می‌کند در زندگیش، وضعیت های مختلفی که براش پیش میاد، اهم از صحت یا بیماری یا در زمانی که مقیم هست یا در زمانی که مسافر هست یا در زمانی که تمام حالت هایی که بر انسان میاد، فقیر هست، غنی هست، در هر زمانی و در هر مکانی و در هر حالتی الله متعال یک نوع عبادتی رو برای ما میسر کرده که تا بتوانیم که با راه‌های متعدد، گونه‌های متعدد، در زمانه‌های متعدد، در مکان‌های متعدد بتونیم با پروردگار خودمون ارتباط برقرار کنیم. جناب مولانا درباره تنوع عبادت‌ها به هر حال اشاره کامل و جامعی رو فرمودید، اما در مورد خب ما این عبادت‌هایی که انجام میدیم آیا در طول روزهای سال، در طول کل به هر حال اوقاتی که در اختیار ما هست، اجر و پاداشش یکسان هست یا نه؟ ما زمانهایی رو داریم، بازه‌های زمانی رو در طول سال داریم که عبادت همون عبادت است اما به خاطر اون روز خاص یا اون شب خاص یا اون زمان خاص باز برکت بیشتری داره و عبادت اجر و پاداش بیشتری داره. قطعاً این در واقع فرصت‌های طلایی هست، روزهای طلایی هست، شب‌های طلایی هست و اوقات طلایی هست که این با انجام عبادت در این زمانها باعث مضاعف شدن ارزش و ثواب عبادت می شود. و الله متعال در میان مخلوقاتش و آفریدگانش بسیاری از چیزها رو برگزیده، ارزش خاصی رو داده. اهم از انسانها مانند پیامبران، اولیاء الله، صدیقین، شهدا و مجاهدان و دعوتگران را، علما را، اینها رو انتخاب کرده، هر یک ارزش و جایگاه خاص خودشون رو دارن. در میان در واقع اماکن الله متعال مسجد الحرام را، کعبه رو، مسجد النبی رو و مسجد بیت المقدس رو، اقصی رو در واقع یک جایگاه خاصی رو داده. در میان عموم اماکن الله متعال مساجد رو احب البلاد الی الله هستند، بهترین محبوبترین جاها هستند و بدترینشون بازارها هستند. یعنی این که الله متعال از میان مخلوقاتش چه در بعد زمانی یا مکانی مواردی رو انتخاب کرده. در بعد زمانی الله متعال مثلا ماه مبارک رمضان رو و از میان ماه مبارک رمضان دهه آخرش رو و از میان دهه آخر و شبهای قدر رو الله متعال برگزیده و این زمانی که ما در آستانش قرار دادیم و 10 روز اول ذوالحجه جزء ایامی هستند که الله متعال اینها رو برگزیده، برگزیدگان الله متعال هستند از نظر زمانی و که جالب این است که این زمان و مکان در اینجا به هم میرسد، یعنی فضیلت زمانی و فضیلت مکانی که با هم جمع میشن. به طور مثال فضایلی که در مورد حرمین هست و نمازی که مضاعف میشود 100,000 برابر در مسجد الحرام یا 1000 برابر در مسجد النبی علی صاحب الصلاة و السلام، اینها در واقع در این دهه جمع میشن. معمولا مسلمانان در این زمانها و در این مکان، در این دو مکان در واقع تجمع میکنند.
پس بنابراین خود این عبادت و در این زمانها یک ارزش خاص و بیشتری رو داره. در مورد دهه ذوالحجه که یکی از زمانهای برتر هست که در واقع وجود دارد، الله متعال به این دهه قسم خورده. یعنی در روز اول ماه ذوالحجه، الله در روز قبل از عید قربان، قبل از عید قربان، یعنی از ابتدای ماه تا روز عید رو الله متعال به این 10 روز و 10 شب در واقع قسم خورده و سوگند یاد کرده. و قسم خوردن الله متعال به یک چیزی نشانه اهمیت و عظمتش هست. الله متعال به خاطر این که بخواهد که عظمت یک موردی رو از مخلوقات خودش اینو برتر بکند و تیترش بکند برای همگان که متوجه بشوند، به اون قسم میخورد. ما انسان ها فقط و فقط چیزی که در وجود ما باید ارزش داشته باشد، بزرگ باشد، که به نامش قسم بخوریم، صرفا الله متعال هست، نام و صفات الله متعال. اما الله متعال برای این که در واقع اهمیت برخی از مخلوقاتش رو به ما نشان بدهد، سوگند یاد میکنند. و یکی از مواردی که الله متعال سوگند یاد کرده در قرآن کریم همین 10 روز یا 10 شب هستند که الله متعال میفرماید والفجر و لیال عشر، قسم به فجر سفید دم و این در واقع شبهای دهگانه، که منظور از این شبهای دهگانه روزهای دهگانه هستند، بنابر روایتی که در این زمینه از عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وجود دارد که اونم توضیح خواندند. تمام مفسرین در مورد این والفجر و لیال عشر مانند تمامشون، ابن کثیر و طبری، تمام این بزرگان آوردند که اون چیزی منظور از این والفجر و لیال عشر 10 روز اول ماه مبارک ذوالحجه هستند که این ارزش و مقام را در واقع دارد. و همچنین در آیه سوره حج که در آیه 28 که الله متعال می‌فرماید و یذکر اسم الله فی ایام معلومات، که نام الله متعال را در ایام معلومات، روزهایی که مشخص شده، تعیین شده از جانب الله متعال، این رو در واقع یاد بکنند و ذکر بکنند. به اتفاق جمهور علما در واقع این هم برمیگردد به همین 10 روز اول ذوالحجه که این تفسیر حضرت عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما است. پس بنابراین این دهه ذوالحجه یک دهه برگزیده‌ای هست که الله متعال هم در قرآن اینو یاد کرده و رسول الله صلی الله علیه و سلم در روایات خودش اینو یاد کردند. به طور مثال از جابر رضی الله تعالی عنه در واقع نقل شده در روایتی که بزار ابن حبان روایتش کردند، شیخ البانی رحمت الله علیه این روایت رو تصحیح کرده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند افضل ایام دنیا ایام العشر، برترین روزهای دنیا روزهای دهگانه هستند. در قرآن کریم و لیال عشر اومده بود، اما در این روایت و روایت دیگری از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی ایام اومده که این ایام دهگانه بهترین روزها هستند نزد الله متعال. یعنی در طول سال، در طول سال، حتی از رمضان، حتی از رمضان. یعنی در روزی که ما پیش رو داریم ان شاء الله از اول ذوالحجه تا روز عید قربان، حتی این روزها علاوه فضیلت از روزهای دهه آخر رمضان هم افضل، روزهای دهه آخر رمضان و به صورت کلی تمام رمضان اینها فضیلت و ارزش بیشتری رو دارند. خلاصه کنیم بهترین روزهای ساله، بهترین روزهای سال علی الاطلاق هست برای عبادت کردن. و در این روایت اومده که یکی از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کرد ولا مثلهن فی سبیل الله، آیا 10 روز، این 10 روزی که شما فرمودید، اگر کسی در این 10 روز در سبیل الله باشه، 10 روز دیگر در راه الله متعال باشه، مجاهد باشه، در صف مقدم جبهه و جهاد فی سبیل الله باشه، آیا این ارزش را ندارند؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم نه، حتی این ارزش رو هم جهاد فی سبیل الله در این حدش در واقع نیست. یعنی برترین روزهای سال همین روزهایی هستند که ما پیش رو داریم و علت برتریش این است که در واقع اعمال نزد الله متعال در واقع در این روزها ارزش مضاعفی رو خواهند داشت. و من جمله فضایل این دهه ذوالحجه این است که بهترین روزهای سال و روزهای برگزیده‌ای هستند، جز شعائر اسلامی و شعائر دینی هستند، در این روز وجود دارند. مانند روز عرفه هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الحج
عرفه که تمام حج رو خلاصه کردن در روز عرفه به خاطر اهمیت ارزش این روز و این جایگاه. یعنی اگر حج یکی از ارکان اسلام هست، حج رو رسول الله صلی الله علیه وسلم خلاصه کردن در روز عرفه. یا همچنین روز نحر یا روز عید قربان که بزرگترین در واقع عبادت در این زمان انجام می شود، قربانی و تقرب جستن به الله متعال، که بنابر روایتی که در این زمین آمده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اعظم الایام عند الله یوم النحر، که برترین روزها نزد الله متعال روز نحر هست. این دلالت بر جایگاه بلند و عظیم این روز دارند. و جالب این هست که امتیازی رو که در واقع این عشر ذوالحجه داره. چرا این روزهای عشر ذوالحجه امتیاز دارند بر روزهای دیگر سال؟ از تمام روزهای سال این 10 روز در واقع برتر هستند و اولاتر هستند. شاید خیلی حتی در فکر میکنن که رمضان اولاتر، اینا 10 تا شما میفهمید اولاتر از اون. بله، از اعمال در این روزها نزد الله متعال در واقع اولاتر و بهتر است، به خاطر اینکه در این زمان فضیلت زمانی و فضیلت مکانی همه جمع هستند و تنوع عباداتی که در واقع وجود داره در این 10 روز. در این 10 روز همون گونه که عرض کردم مردم میتوانند که سفر بکنند به مدینه منوره، مسجد رسول الله صلی الله علیه وسلم که نمازش در واقع مضاعف هست، یا در حرم مکی که چندین برابر از مدینه در واقع ثواب بیشتری رو در واقع داره، که نماز که جز مهمترین ارکان اسلام هست، میتونن این نماز رو در بهترین جاهای دنیا و با بالاترین ثواب در واقع انجام بدن. و قطعا هم نمازی که یک فردی که در منطقه خودش نماز میخونده، ولو این که انسان کاملا لاابالی باشد، وقتی که به حج میرود در مکه و مدینه، قطعا نمازی که در مسجد رسول الله میخوند یا در حرم مکی میخوند با نمازی که در خونه میخونده یا در مسجد محلش در شهر خودش میخونده قطعا متفاوت است. یعنی از کیفیت نماز، از نظر کیفیت ظاهری نماز، بله، از نظر کیفیت ظاهری نماز و از نظر حضور قلبی که انسان در واقع دارد، قطعا هر چند انسان بی توجه باشد لا مبالاتی رو در پیش بگیرد، باز هم خواه ناخواه نمازش در اینجا یک در واقع حضور قلب بیشتری دارد، احساس رقت و روحانیت بیشتری رو در واقع میکنند. پس بنابراین در این دهه هم فضیلت مکان جمع هست و هم فضیلت زمان جمع هست. انواع عبادات رو میشود در این زمان انجام داد، هم نماز رو، هم روزه رو، هم صدقه رو و هم حج رو. تمام عبادات رو در واقع در یک جا، در یک زمان و در یک مکان در واقع می شود که انجام داد. یعنی این که شما در ایام حج و در مکه مکرمه تمام ارکان اسلام را یک جا میتونید انجام بدید. در شهر خودتون، در کشور خودتون میتونید نماز بخونید، میتونید که زکات بدید، میتونید روزه بگیرید، اما حج را نمیتوانید انجام بدید. اما در این روزها در مکه مکرمه و در این 10 روز مسلمانان میتوانند در یک جا هم نماز بخونند، هم روزه بگیرند، هم زکات بدند و همین که حج را در واقع انجام بدند. یعنی تمام ارکان اسلام را در یک جا در واقع میتوانند که انجام بدند و این فضیلت در واقع در هیچ زمان و مکان دیگری میسر نیست. علاوه بر این که ماه ذوالحجه که از ماه‌های حرام هم هست که در بین ماه‌های سال، خود این ماه حرام هم باز بر فضیلت این می‌افزاید، ارزش بیشتری رو بین. حالا جناب مولانا شاید سوالی برای حتما برای بینندگان عزیز هم این سوال پیش اومده باشه. شما فرمودید که ما در این ایام به خاطر جمع شدن فضیلت زمانی و فضیلت مکانی ما ارزش این روزها رو داریم. حالا برای کسانی که مشرف شدن به بیت الله الحرام و حج امسال، اینها خب هم فضیلت زمانی رو دارن هم فضیلت مکانی رو دارن، اما عزیزانی که دلشون میتپه برای اون مکانهای مقدس و فضیلت مکانی رو نمیتونن درک بکنن، آیا این فضایل برای اون عزیزانی که مشرف به حج نشدن و داخل خانه هستن و نمیتونن امسال حج بکنن، آیا این فضایل برای اونها هم هست یا نه فقط برای کسانی هست که به مکه و مدینه میرن؟ ببینید، این از رحمت الله متعال هست که در واقع این فضایلی رو که در این زمانها وجود دارد، اینها رو در واقع عام قرار داده برای تمام مسلمانان.
گرچه تمام مسلمانان نمیتونند که در روز عرفه در صحرای عرفات باشند یا برای حج بروند و اون گونه که باید و شاید از این 10 روز در واقع استفاده بکنند، اما در شهر خودشون، در منطقه خودشون، در مسجد خودشون، در خونه خودشون میتوانند که عباداتی رو انجام بدند که در واقع در طول سال نمیتوانستند انجام بدهند، یا عباداتی رو انجام بدند و ارزش این عبادت به اندازه‌ای باشه که در روزهای دیگر سال در واقع نبوده. ارزش این 10 روزی که من عرض کردم و این محبوبیت اعمال که نزد الله متعال هست که حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنه میفرمایند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام، که به صورت کلی اینو فرمودند رسول الله صلی الله علیه و سلم برای تمام مسلمانان در هر جای دنیا، در هر جای دنیا، در هیچ روزهایی از سال اعمال خیر و نیکوکاری نزد الله متعال به اندازه‌ای که در این روزها محبوب هست در روزهای دیگر سال در واقع محبوب نیست. یعنی این که تمامی مسلمانان می توانند که اعمال خداپسندانه رو در این روز انجام بدن و وقتی که الله متعال میفرماید یا رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که اعمال در این 10 روز نزد الله متعال محبوب تر هست، یعنی که ارزش بیشتری رو دارند، الله متعال میپسندد و عملی رو صرف این که الله متعال بپسندد یعنی که اون قبولش کرده. وقتی قبولش کرده قطعا داشت مضاعفی رو الله متعال در واقع به تمامی کسانی که این اعمال رو انجام بدهند خواهد داد. منتها یک نکته در اینجا هست که ما مسلمانان معمولا یعنی به صورت کلی انسان‌های نیکوکاری وجود دارند، انسان‌های فرصت طلبی به معنی صحیحش وجود دارند که فرصت‌های طلایی رو در واقع هدر نمیدن و این روزهای طلایی رو، زمانهای طلایی رو ازشون به نحو احسن استفاده میکنن. برای اینکه ما بهتر بتوانیم که از این 10 روز اول ذوالحجه در واقع کمال استفاده رو ببریم، به اون روحانیات و معنویاتی که یک مسلمان باید همیشه داشته باشد، حداقل در این 10 روز ما بتونیم اونها رو تجربه کنیم، لازمش این است که ما یک تجدید نظری در زندگی خودمون داشته باشیم. زمان مبارکی هست، ما باید خودمان را مبارک بکنیم، تبرک بجوییم از این زمان و از عباداتی که در این زمان در واقع ما میتوانیم انجام بدیم. قبل از این که این دهه شروع بشود انسان باید یک توبه خالصانه و صادقانه و توبه نصوحی رو باید انجام بدهد، خودش را پاک بگرداند برای این 10 روزی که در واقع در پیش داریم. الله متعال در آیات متعددی از قرآن کریم و رسول الله در روایات بسیار زیادی ما را تشویق کردن به توبه و استغفار، طلب معذرت و عذرخواهی کردن از الله متعال و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. در اینجا الله متعال به مؤمنان خطاب کرده که ای مؤمنان شما توبه بکنید، برگردید به طرف الله متعال. چرا توبه بکنید؟ تا اینکه رستگار بشوید، به فلاح و رستگاری و کامروایی در واقع برسید. پس بنابراین نخستین قدم برای استقبال این دهه ذوالحجه، برای اینکه اهمیت و ارزش این دهه در قلب ما زنده بشود، لازمش این است که ما تجدید نظری بکنیم در اعمال خودمون، در قلب خودمون و در کارهایی که انجام دادیم و ندادیم، تا اینکه مراقب اعمال خودمون در این دهه باشیم. به این معنی که باید در واقع توبه بکنیم از گذشته خودمون و تصمیم بگیریم که در این دهه حداقل یعنی مواظب اعمال خودمون باشیم. این یک نکته دیگر این که با توجه به ارزشی که این اعمال دارند که الله متعال اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند، این اعمال نزد الله متعال محبوب ترین اعمال هستند، اعمالی که در این روزها انجام می شود. مگر شما مسلمانان نمی خواهید که آنچه را که الله متعال دوست دارد به الله متعال هدیه بدهید؟ هدیه به الله متعال به این معنی نیست که الله متعال نیاز داشته باشه. حداقل اعمالی که من شما انجام میدهیم این باعث این می شود که الله متعال از ما خوشحال بشود، راضی بشود و رضایت الله متعال از ما به معنی مغفرت الله متعال است. وقتی که الله متعال از ما راضی شد با اعمالی که ما انجام دادیم، با تقرب‌هایی که ما به درگاه الله متعال انجام دادیم، قطعا این بخشش و مغفرت الله متعال را در واقع در پی دارد. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. هر کسی بیشتر جهد بکند، جهاد بکند، زحمت بکشد، قطعا ثمره و پاداش بزرگتری رو الله متعال در واقع به اون عنایت میکند. و همچنین همون گونه که در ابتدای برنامه عرض کردم، ما سعی بکنیم که هم در بعد انجام عبادات کوشا باشیم
و بیشتر از گذشته این عبادات رو انجام بدهیم و هم در بعد ترک منهیات الله متعال باید مواظب و مراقب اعمال خودمون باشیم. یک نظارت عمومی و همگانی رو ما داشته باشیم بر کل جامعه خودمان و حداقل هر فردی بر خودش یا بر خانواده خودش این نظارت عمومی رو داشته باشند که در این ایام بیشتر مراقب اعمال خودمان باشیم، انجام عبادات و ترک منهیات در واقع که در این روزها ما این گناهانی رو یا حداقل کارهای ناشایسته‌ای رو که در گذشته انجام میدادیم باید مراقب باشیم که در این ماه در واقع یک حد و مرزی برای این اعمال قائل باشیم. آمین آمین. انشاءالله که از این فرصت پیش رو بتونیم که به بهترین وجه ممکن استفاده کافی و شافی رو ببریم و این فرصت رو قدر بدونیم. میان برنامه کوتاه میبینیم، برمیگردیم انشاءالله باز در ادامه موضوع همچنان با موضوع روزهای طلایی و حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان در خدمت شما خوبان عزیزان خواهیم بود. فضائل دهه ذوالحجه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. متفق عليه. ابن عباس رضی الله عنهما روایت می کند که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عمل صالح در هیچ روزی نزد الله متعال محبوب تر از عملی که در این ده انجام میپذیرد نیست. گفتند حتی جهاد در راه الله؟ فرمودند حتی جهاد در راه الله، مگر شخصی که با جان و مال خویش به جهاد برود و سپس هیچ یک از آن را برنگرداند. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. أخرجه أحمد والطبراني. از ابن عمر رضی الله عنهما روایت شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند عمل در هیچ روزی نزد الله متعال عظیمتر و محبوبتر از دهه اول ذوالحجه نمی باشد. پس تا جایی که می توانید در این روزها تسبیح و تحمید و تهلیل و تکبیر بگویید. كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. رواه البخاري. امام بخاری در صحیح خود نقل می کند که ابن عمر و ابو هریره رضی الله عنهم در دهه ذوالحجه وارد بازار شده و با صدای بلند تکبیر می گفتند و مردم با شنیدن صدای آنها تکبیر می گفتند. دعای تکبیر دهه ذوالحجه چنین می باشد: الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر ولله الحمد.
با عرض سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان و سارعوا الی مغفرة من ربکم و جنت عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین و بشتابید به سوی بهشتی که پهنای آن به گستردگی آسمان و زمین است و آماده شده است برای متقین. و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون و در این میدان مسابقه دهندگان با هم به رقابت بپردازند. 10 روز ذوالحجه بهترین روزهای سال در پیش روی من و شماست و از روز دوشنبه‌ای که انشاءالله پیش رو داریم، از دوشنبه‌ای که میاد در هفته آتی که تکرار این برنامه هم در روز دوشنبه انشاءالله پخش خواهد شد. عزیزانی که باز در تکرار صحبت ما رو میشنون، روز دوشنبه شروع شده، اولین روز ذوالحجه هست و این 10 روز رو قدر بدانیم، این 10 روز رو نهایت استفاده رو از این روزها داشته باشیم و فراموش نکنیم که این روزها از روزهای رمضان هم ارزشش بیشتره. این گونه نشه ما در رمضان ها عادت داریم که تا رمضان میاد همه خودمون رو یک جمع میکنیم، حواسمون جمع‌تره، دور بر رو جمع میکنیم، حال هوای روحانی و معنوی بیشتری داریم و این 10 روز باید رمضانی زندگی کنیم و بلکه بهتر از رمضان باشیم و بیشتر از رمضان تلاش کنیم تا بتونیم که اون گونه‌ای که شایسته هست حق این 10 روز رو ادا بکنیم و استفاده بکنیم و روز عید قربان انشاءالله وقتی که عید آمد واقعا خوشحال باشیم. روز عید واقعا عید بکنیم و خوشحال باشیم از اینکه 9 روز قبلش رو واقعا تونستیم استفاده بکنیم و روز عید ما واقعا یک عید معنوی و روحانی باشه و لذت ببریم در باطن خودمون، در درون خودمون از آنچه که در 10 روز گذشته 9 روز قبلش ما استفاده کردیم از اون فرصت طلایی و روزهای طلایی و یقینا باید ما در روز عید قربان امسال ان شاء الله بیاری الله متعال اگر عمری باقی بود یک انسان جدید شده باشیم، یک تولد جدیدی برای ما ایجاد شده باشه. همه ما بلا استثناء، چه عزیزانی که به حج مشرف میشن و چه عزیزانی که در خانه نشستن که اکثریت امت اسلامی هستن، ان شاء الله امسال رمضان که الحمدلله ان شاء الله استفاده کافی رو برده باشیم و ذوالحجه رو هم ان شاء الله استفاده کافی رو به همراه شما عزیزان خواهیم بود. حضرت مولانا چند روایتی پخش شد در میان برنامه درباره فضایل ذوالحجه و عمل در اون. من دوست دارم بیشتر درباره این روایت‌ها برای ما بینندگان عزیز توضیح بفرمایید. ببینید این روایتی که اتفاقا با صدای جناب عالی بود جای تأمل داره این روایت که رسول الله صلی الله علیه وسلم که حضرت عبدالله ابن عباس در صحیح بخاری رو روایت کردن، تعبیر بسیار جالب و زیبایی هست. ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی الله من هذه الایام، یعنی ایام دهگانه. در اینجا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر میدهند به ما که در هیچ روزی از روزهای سال عمل صالح نزد الله متعال محبوبتر از این روزها نیست. ببینید اعمالی هستند که ما همیشه انجام میدیم، چه در این روزها چه در روزهای دیگر باید هم انجام بدیم. یعنی این که هر مسلمان در هر روز باید حداقل این 5 وقت نمازش رو باید بخوند. اینا دیگه تعطیلی ندارد. معنیش این نیست که شما در روزهای دیگر نماز نخوندید پس بنابراین در این روز 10 روز باید نماز بخونید. این حداقل مسلمانی هست که هر انسان مسلمانی باید این اعمال رو انجام بدهد، وگرنه مسلمان بودنش، مؤمن بودنش یا پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن هیچ گونه معنی رو در واقع ندارد و زیر سوال میره. حتی ترک نماز در حد کفر هم در واقع در این زمینه روایات صحیح و صریح در واقع وجود دارد. منظور از این اعمال اعمالی هستند که در واقع یعنی اضافه بر اعمال روتینی و همیشگی هست که ما در واقع داریم انجام میدیم. یعنی این که این وقتی که ترغیب آمد، تشویق آمد، اگر واقعا منظور این باشه که همون 5 وقت نمازی رو که شما قبلا میخوندید خب در این 10 روز یک ارزش دیگری رو داره، شما به خودتون زحمت ندید، خب این تشویق اصلا معنی نداشت که در این روزها اعمال صالح نزد الله متعال محبوب تر هست. وقتی که تشویق شده که یعنی در این روز اعمال صالح نه نماز
نه تنها روزه بلکه به صورت کلی آمده که اعمال صالح و نیکوکاری در این روزها ارزش بیشتری را دارد. پس بنابراین لازمش این است که ما در این روز اگر نماز می‌خواندیم باید نمازهای بیشتری را بخونیم، نمازمون را کیفیتش را و کمیتش را باید در واقع دقت بکنیم، بیشترش بکنیم، یا بقیه اعمالی که انجام نمیدادیم در این روزها ما باید انجام بدیم. و جالب اینجا هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم ارزش هر عملی رو در اینجا مشخص نکردند که ارزش نماز، ارزش نمیدونم روزه یا ارزش فلان عمل صدقه. به صورت کلی فرمودند که العمل الصالح، عمل صالح و نیکوکار. عمل صالح و نیکوکاری چی هست؟ یعنی تمام اعمالی که شما انجام میدید، اهم از نماز باشه، روزه باشه، زکات باشه، یا صدقه دادنی به یک فقیر و مسکین باشه، خوشرویی باشه، خنده‌ای باشه، تبسمی در وجه و در صورت برادر مسلمانی باشه، حل کردن مشکلی از برادر مسلمان. به هر صورت هر عمل صالح و نیکوکاری که شما میتونید در این روزها انجام بدید، تمامی این اعمال رو گفتن برتر هستن. سوال شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم که ولل جهاد فی سبیل الله، یا رسول الله در این روزها اعمال حتی به اندازه جهاد فی سبیل الله نمیرسن؟ گفتن نه، حتی جهاد فی سبیل الله. یعنی این که شما اگر در این روز ذکری رو خوندید، در این روز نمازی رو خوندید، در این روز صدقه ای رو دادید، در این روز به فقرا رسیدگی کردید، در این روز یک کسی رو که مقروض شما هست قرضش رو بخشیدید، یا هر خدمتی که برای برادران مسلمان خودتون کردید، هر یکی از این اعمال ریز و کوچک شما از جهاد فی سبیل الله برتر و بالاتر هست. یعنی ارزش همین اعمال کوتاه شما و در واقع کم شما در این روز به ارزش جهاد فی سبیل الله. فرمود ولل جهاد فی سبیل الله، رسول الله صلی الله علیه و سلم ولل جهاد فی سبیل الله، نه حتی در مورد جهاد فی سبیل الله هم این در واقع ارزشش و ثوابش نزد الله متعال بیشتر هست و محبوبتر هست. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم یک در واقع استثنایی رو در اینجا قائل شدن، الا رجل خرج بنفسه و ماله، یک کسی با نفس خودش و مالش در واقع خارج می شود برای جهاد. هم خودش می رود، مالش همراهش هست، یعنی جان و مالش رو با هم برداشته، سواریش هست، اسباب و وسایلی که دارد برای جهاد لازم دارد، اینا جز اموالش هستند، اینها رو برداشته رفته به جنگ و جهاد در واقع. ولم یرجع من ذلک بشیء، هیچ چیزی از اینا رو دوباره باز نگرداند. این دیگه فضیلت خاصه، فضیلت خاصه، نه خودش رو برگرداند و نه مالش رو، یعنی شهید بشه، یعنی برود در همین آخرین سفرش باشد، آخرین جهادش باشد. این واقعا یک ارزش و جایگاه خاصی رو نزد الله متعال دارد. اما از این مرتبه پایین تر که ما بیایم، تمام اعمال خیر و عمل صالح و نیکوکاری، ولو اینکه یک چیز خیلی اندکی باشد که شما در این روز انجام بدید، ثوابش نزد الله متعال از جهاد فی سبیل الله در واقع بالاتر هست و برتر هست. این همین روایت و با تعبیرات دیگر از حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه آمده در مسند امام احمد ابن حنبل با سند حسن که شیخ البانی رحمت الله علیه اینو بیان کرده. در این روایت حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه میگوید من نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته بودم که بحثی از اعمال شد، در اونجا ذکر شد که کدوم عمل بهتر هست یا بهتر نیست. نشسته بودیم نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم که ایشان فرمودند ما من ایام العمل فیهن افضل من هذه العشر، که در اونجا کلمه افضل اومده. در هیچ روزی از روزهای سال عمل صالح برتر و با فضیلت‌تر از این روزهای دهگانه نیست. این سوال کردند ولل جهاد فی سبیل الله، جهاد در راه الله متعال چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند ولل جهاد الا ان یخرج الرجل بنفسه و ماله فی سبیل الله ثم تكون مهجة نفسه فیه، مگر کسی که با مال خودش و جان خودش در راه الله متعال برود و مرگش در همین راه باشد، یعنی روحش رو در همین راه در واقع فدا بکند. بس بنابراین ببینید که در تمامی اعمال برترین درجه رو، برترین مرگ شهدا هست، برترین مغفرت شهدا هست و برترین افتخار شهیدان هست که در واقع جان و مال خودشون رو در راه الله متعال فدا کردن. اما باز هم رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما که امروزه شاید نتونیم که جهاد بکنیم، اون فضیلت رو دریافت بکنیم، به اون ثواب برسیم، یک عمل خیلی ساده رو الله متعال با کرم خودش، با فضل خودش به در واقع در حد جهاد از ما در واقع قبول میکنن.
این نکته جالبی هست که در این زمینه از ابو عثمان نهدی رحمت الله علیه ذکر شده در مورد روش سلف صالح ما در به صورت کلی در تمام سال و در این که فرصت ها رو ارزش قائل می شدند، از این فرصت ها کمال استفاده رو در واقع می کردند. میگوید که سلف صالح ما، بزرگان ما، انسان های بزرگوار و نیکوکار در طول سال 3 دهه رو خیلی بهش ارزش می دادند. 3 دهه رو بسیار براش ارزش قائل بودند و بهش اهمیت میدادند و گفتند که یکی از این دهه اخیر ماه مبارک رمضان هست، بیشتر در شبهایش. دهه اخیر ماه مبارک رمضان به شب قدر هست و 10 روز اول ماه ذوالحجه، 10 روز اول ماه ذوالحجه و 10 روز اول ماه محرم. 10 روز یا 10 شب آخر رمضان و 10 روز اول محرم و 10 روز اول ماه ذوالحجه، یعنی 3 دهه بودند که در اینها رسول الله صلی الله علیه وسلم در واقع خیلی یعنی اعمال صالح بیشتری رو انجام میدادند، فضایل خیلی زیادی در این زمینه وارد شده. پس بنابراین مایی که در واقع امت رسول الله صلی الله علیه وسلم هستیم، مایی که جهاد فی سبیل الله در رکاب رسول الله صلی الله علیه وسلم این فرصت برای ما مهیا نشده، بهتر است که در این روزها در واقع این روزها رو غنیمت بشماریم، تمام اعمالی رو که در واقع کوتاهی کردیم انجام ندادیم سعی بکنیم که در این روزها به نحو احسن تمامی عبادات و تقربات رو به درگاه الله متعال به جا بیاوریم. حالا این سوال پیش میاد جناب مولانا، همچین فرصتی در پیش روی ماست و همچین روزهای طلایی رو ما پیش رو داریم. شاید این سوال برای بینندگان عزیزم پیش اومده باشه که ما چه اعمالی رو بهتر هست که ما در این روزها انجام بدیم و چگونه میتونیم بیشتر استفاده بکنیم از این فرصت طلایی پیش رو؟ ببینید رسول الله صلی الله علیه وسلم برای این که مجال رو برای ما کاملا باز گذاشته باشن، به اختیار خود ما گذاشته باشن، اینو مشخص نکردن که شما فلان کار رو باید انجام بدهید. در مورد ماه مبارک رمضان میبینیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند من قام رمضان و صامه و رمضان را روزه من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا در روایت دیگر من یکی قام رمضان و دیگری صام رمضان اومده. در اونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشخص کرده قیام رمضان این ثواب را داره، نماز تراویح و نماز تهجد، یا صیام رمضان این فواید را و این خاصیت و ارزش را دارند. در این روایت رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند ما من ایام العمل الصالح فیها احب الى الله من هذه الايام، در این روزها عمل صالح نزد الله متعال چنان ارزشی را دارد که در روزهای دیگر ندارد. عمل صالح تمام کارهای خداپسندانه هست که شما به خاطر الله متعال انجام میدید. هر کاری را که شما به خاطر انجام ثواب انجام بدهید و این کار تضادی با شریعت اسلامی نداشته باشد، جز کارهای خداپسندانه باشد، این اعمالی هست که در این روزها در واقع ارزش دارد و شما میتونید این اعمال را انجام بدهید، حتی اگه برداشتن یک سنگ سر راه باشه. والا این که این همون کمترین درجه ایمان هست و در کمترین درجه ای هست که انسان در واقع باید پایبند ایمان باشد یا اعمال ایمانی هستند. حتی این که انسان خاری رو از سر راه برادر مسلمان در واقع بردارد و حتی این که و تبسمک فی وجه اخیک صدقه، با چهره باز با برادر مسلمانت با همین نیت مثلا بخندی با برادر مسلمانت، با روی خوشی با اون ملاقات بکنید که این عمل صالحی بشود و الله متعال اینو قبول بکند. این هم جزء اعمال صالحه و حسنات انسان در واقع شمرده میشه. چون ما اینو به خاطر این عرض کردم بعضی وقتا ما فکر میکنیم که حتما برای اینکه ما باید این روزها روزهای مبارکی هستن و بیشتر استفاده بکنیم، یعنی حتما باید مسیر زندگیمون رو، اون حالت روتینی که زندگیمون داره رو، برنامه روزمره‌ای رو که داریم، حالا اگر مثلا بعضی از عزیزان مشغول تحصیل هستن در حالا پایه‌های مختلف یا عزیزانی مشغول کار هستن، شاید این تصور ایجاد بشه که ما برای استفاده بهتر و بیشتر از این روزها باید یک مرخصی بگیریم یا مثلا سر درس حاضر نشیم، سر کار حاضر نشیم تا بتونیم مثلا بیشتر بشینیم عبادت بکنیم، روزه بگیریم. چگونه ما میتونیم همین حالت زندگی روزمره خودمون رو بیشتر این رو ما در این 10 روز رنگ معنوی و دینی بدیم و همین روزها وقتی که از خونه میریم بیرون و برمیگردیم تمام لحظه عبادت بشه؟
ببینید واقعا یعنی یک امتیاز ویژه‌ای که دین مبین اسلام دارد و سادگی که واقعا یعنی کارهای عبادی رو و کسب رضایت الله متعال یا کسب حسنات رو در شریعت اسلامی بسیار ساده کرده نیت مسلمان هست. انما الاعمال بالنیات یک اصلی از اصول اسلام هست که معیار ارزش و معیار فضیلت و قبولی اعمال در شریعت اسلامی نیت انسان هست و انسان لازم نیست که در واقع یعنی مرخصی بگیرد یا گوشه خونه بنشیند و تمام وقتش رو به عبادت بگذراند. در شریعت اسلامی تمام اعمالی که انسان انجام میدهد اگر همراه با نیت خالصانه باشند خودش یک نوع عبادت شمرده می شود. شما صبح از منزل خارج می شوید، نیت بکنید که در این مسیر من میرم فلان برادر مسلمان خودم را ملاقات میکنم به خاطر الله متعال. خب برای همین کار میروید. خب این وقتی که نیت و این استحضار نیت رو داشته باشید این برای شما عبادت شمرده می شود. اون کارم هم انجام میشه. همون کار شما هم انجام می شود و هم عبادتی رو انجام دادید. شما میروید سر کار خودتون به این نیت که من میروم سر کار تا اینکه کسب حلالی بکنم، خودم حلال بخورم، به زن و فرزند خودم در واقع مال حلالی رو بدم. این در واقع بزرگترین و برترین عبادت در شریعت اسلامی بعد از فرایض شمرده می شود. و در جالب هست که در روایت اومده که هر چیزی رو که شما هزینه میکنید برای شما صدقه شمرده می شود، حتی ما تضعه فی امرأتک. لقمه نانی که برای زنت هم کسب میکنی برای شما حلال هست. از این گذشته در شریعت اسلامی و فی بضع احدکم صدقه، همبستری با زن که شاید فقط جنبه شهوانی داشته باشه، جنبه جنسی داشته باشه، ارضای یک غریزه باشد، این هم در شریعت اسلامی به عنوان یک عبادت محسوب شده. چون یعنی انسان رو از افتادن در دامن یک گناه و معصیت باز می‌داره. خودت هم از یک گناه در واقع محفوظ کردی و یک فرد دیگری رو هم در واقع حصاری کشیدی رویش و در واقع نگذاشتید که در فکر حرام در واقع باشد. بدین خاطر است که تمامی اعمال، نماز و روزه و زکات و حج به جای خودش، حتی اعمالی که ما تصور نمی‌کنیم که عبادت باشند همراه با نیت عبادت هستند. خوردن شما، خوابیدن شما، استراحت کردنتون، کار کردن شما، بیرون رفتن، حتی برای تفریح رفتن شما، اگر نیت خوبی رو داشته باشید این در واقع سبب می شود که این اعمال شما تبدیل به عبادت بشوند. یکی از در واقع بزرگان ما که فکر کنم که حضرت سفیان رضی الله تعالی عنه و رحمت الله علیه بودن، بهش گفتند که بریم بیرون یک کاری داریم. گفت صبر بکنید که من نیت بکنم بعد برم. یعنی استحضار نیت رو قبل از اینکه از منزل خارج بشه استحضار نیت میکرد، یعنی نیت رو در قلب خودش در واقع تجدید میکرد، زنده میکرد، در قلب خودش این انگیزه رو ایجاد میکرد که الان من میروم برای ملاقات فلان برادر مسلمان به خاطر الله متعال. و این هم در واقع یکی از اعمال خیر هست. بقیه اعمال برای کسب حلال رفتن، برای ملاقات برادر مسلمان رفتن، برای صله رحم رفتن، برای مسجد خارج شدن، نماز خوندن، زکات و بقیه عبادات که در واقع جای خودشون را دارن. منتها در این زمینه همون گونه که عرض کردم انسان مسلمان ابتداً باید این استحضار ارزش وقت رو هم داشته باشد. شما نماز میخوندید قبل از این، اما الان این روز که میروید برای نماز این در ذهن شما این باشد که این روزها دهه اول ذوالحجه هستند. نماز فرض من در این روزها ارزش بیشتری رو دارد نزد الله متعال. خود همین استحضار نیت و خود همین امید در واقع ثواب بیشتر این سبب می شود که عمل شما نزد الله متعال محبوبیت و مقبولیت بیشتری رو داشته باشه. در مورد اعمالی که انسان میتواند در این زمینه و در این روزها انجام بدهد عرض کردم که تمامی اعمال خیری که از دست برمیاد، هر کار خیری رو که ما میتوانیم انجام بدهیم مشروع هست و باید انجام بدهیم و با انجام دادنش ما ثواب جهاد فی سبیل الله را حتی برتر از جهاد را ما میتوانیم در این روزها برای خودمون کسب کنیم. اما قطعا عباداتی که در دین مبین اسلام به عنوان اساس عبادات، به عنوان ارکان اسلام شمرده شدند، اینها در واقع ارزش بیشتری رو دارند، هم در این روزها و هم در روزهای دیگر.
نماز که اساس اسلام هست و رکن اصلی اسلام هست، ارزش بیشتری رو دارد، ثواب بیشتری رو دارد، معیار کفر اسلام هست، قطعا در این روزها این نماز ارزشش در واقع مضاعف می شود. و اعمالی رو که ما می توانیم در این روزها انجام بدهیم، به طور مثال مناسک حج و عمره هستند. همون گونه قبلا اشاره کردند که این حج و عمره در واقع با انجام این تمام اعمال عبادی در یک جا جمع شدند. یعنی هم حج و روزه و زکات و حج رو همه رو می توانیم که در یک جای انجام بدهیم و اون گونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که العمره الی العمره کفاره لما بینهما، عمره تا عمره دیگر این کفاره تمامی گناهانی هست که انسان در این میان انجام داده. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه، روایت متفق علیه است. حج مبرور یعنی حجی که مقبول باشد، بر اساس شروط انجام بشود و آداب و اصولش را انسان مراعات بکند، این در واقع هیچ پاداشی را ندارد به جز بهشت. این بزرگترین عملی هست که انسان بتواند که این رو در این ایام در واقع انجام بدهد برای کسانی که الله متعال این حج رو برای اونها میسر کرده و قطعا این یک فضیلتی هست. برای اونهایی که به حج نرسیدند خب میتونند که روزه بگیرند در این روزهای دهگانه که در واقع در 9 روز اول ماه ذوالحجه، روز دهمش که روز عید هست، روزه گرفتن جایز نیست. یعنی از اول تا روز عرفه بله، از اول تا روز 9 ماه ذوالحجه که روز عرفه هست، که همون گونه که همه میدونیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی میفرماند که کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی و انا اجزی به، که تمام اعمال بنی آدم برای خودش هست، انسان برای خودش کار میکنه، روزه رو به خاطر من میگیره. زیرا هیچ کسی از ظاهر این فرد متوجه نمیشه که فلانی روزه هست و هیچ گونه شایبه ریایی در این وجود نداره. و این یکی از اعمال بسیار با ارزش هست که در این روزها ما میتوانیم انجام بدهیم. یا غیر از این به صورت اختصاصی روزه گرفتن در روز 9 هست. اگر کسی نتوانست که کل این 9 روز رو روزه بگیرد، حداقل روز 9 این ماه رو باید روزه بگیرد، اضافه بر این که اعمال به صورت کلی در این 10 روز ثواب خاصی رو دارند. روزه گرفتن در روز 9 یک ثواب ویژه و اخصی رو رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش بیان کردند، اون گونه که در روایت مسلم آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که صیام یوم عرفه احتسب علی الله ان یکفر السنه التي قبله و السنه والتي بعده. من امیدوار هستم که با روزه گرفتن روز عرفه یعنی روز 9 ذوالحجه الله متعال سال گذشته رو هم کفاره گناهانش قرار بده و همچنین سال آینده رو. یعنی با یک روز انسان زمانی که روزه میگیرد با احتساب اجر، با نیت و با اخلاص، این سبب می شود که 2 سال رو الله متعال گناهانش رو در واقع معاف بکند. و اضافه بر این همون گونه که عرض کردم، نماز خوندن خصوصا که در واقع اصلی از اصول اسلام بلکه برترین عبادت ها و تقرب هایی است که نزد الله متعال ما انجام میدهیم. اما در این روزها ما باید یک برنامه مشخصی رو برای خودمون در این زمینه داشته باشیم. اگر که بالفرض اگر که در نماز کوتاهی می‌کردیم در این روزها مراقب باشیم. اگر مثلا یک وقتی به نماز جماعت می‌رسیدیم وقتی دیگری نمی‌رسیدیم، حتما باید پایبند باشیم، با نماز جماعت بریم، خودمون رو برسونیم در مسجد نماز بخونیم و سعی کنیم که به هیچ عنوان نمازی از ما فوت نشود. در کمیت نماز خودمون دقت بکنیم، به این معنی که نماز خودمون را از نظر ظاهری و کیفیتش و کمیتش باید توجه بکنیم. قیاممان، رکوعمان و سجدهمان و تعدیل ارکانمان به صورت کامل و وافی باشد در این روزها. در کمیت اضافه بکنیم، یعنی نمازهایی رو که قبلا نمیخوندیم یا کوتاهی میکردیم در این روزها بخونیم. نمازهای سنتی که هستند، خصوصا 12 رکعت نماز سنت یا سنت های رواتب را 2 رکعت قبل از فجر و 4 رکعت قبل از ظهر، 2 رکعت بعد از ظهر و 2 رکعت بعد از مغرب و 2 رکعت بعد از عشاء، به اضافه نماز وتر را یا نماز اشراق را، نماز ضحی را یا نماز تهجد را، اینا رو سعی بکنیم که در این روزها یعنی مواظبت و مراقبت خاصی رو در این زمینه داشته باشیم. و خصوصا به خاطر تقرب به الله متعال، به خاطر روایت صحیح بخاری هست که الله متعال میفرماند که ما یزال عبدی یتقرب الی حتی احبه، بنده من تا جایی با نوافل تقرب می‌جوید به درگاه من که نهایتا من اون رو دوست می‌دارم. پس بنابراین در کنار این عبادات فرضی سعی بکنیم که عبادات نفلی رو، نافله رو بیشتر در واقع انجام بدیم. جزاکم الله خیرا. ان شاء الله که
همونجوری که حضرت مولانا فرمودن ما از الان تصمیم بگیریم و برای این یک هفته یک برنامه جدی، یک هفته 10 روزی که هست در پیش روی ما، یک برنامه جدی و منظمی رو بچینیم برای خودمون، افراد خانواده، دوستان، آشنایان و همه عزیزانی که دور برداریم و از الان شروع بکنیم و الان خصوص روز دوشنبه اول ذوالحجه خواهد بود انشاءالله تا چهارشنبه هفته بعدش که انشاءالله میشه روز عید سعید قربان و سه شنبه قبل از اون روز عرفه خواهد بود بیاری الله متعال که حجاج در دشت عرفات جمع میشن. اما در ادامه موضوع انشاءالله میان برنامه میبینیم برمیگردیم درباره حج هم باید صحبت بکنیم. 10 ذوالحجه بدون حج اون حال و هوای خودش رو هنوز نمیتونه به دست بیاره. میان برنامه میبینیم برمیگردیم انشاءالله ادامه موضوع با حضرت مولانا عبدالقدوس دهقان. آیا دلمرده‌ای که ما او را زنده گردانیدیم و برایش نوری قرار دادیم که در پرتو آن در میان مردم راه می رود، مانند کسی است که در تاریکی به سر می برد و نمی تواند از آن بیرون بیاید؟ این گونه کارهای کافران برایشان آراسته شده است. وصال حق مرهمی بر دلهای بیمار. بعد سلام مجدد خدمت همه شما خوبان و عزیزان. از الله متعال خواهانیم که زیارت مسجد الحرام و مسجد النبی رو نصیب همه ما و شما بگرداند بارها و بارها و همچنین زیارت مسجد الاقصی رو و این کار بر الله تعالی هیچ سخت نیست و ما ذلک علی الله بعزیز. همچنان با شما هستیم با ادامه موضوع روزهای طلایی، روزهای مبارک 10 ذوالحجه که پیش روی ما و شماست و استفاده بهینه از این فرصت. و حضرت مولانا قبل از میان برنامه درباره اون عبادت ها و اعمالی که ما میتونیم با اون مزین بکنیم و استفاده بیشتری بکنیم از این روزهای گرانبها اشاره فرمودن و ادامه موضوع رو برمیگردیم خدمت حضرت مولانا. اگر باقی مانده از صحبت هست همچنان در باره این 10 روز میشنویم. عرض بنده این بود که ما باید با تمام وجود خودمون و با استفاده از تمام امکانات باید سعی بکنیم که این 10 روز ما متفاوت از روزهای گذشته و روزهای بعد از آن باشد. گرچه انسان مسلمان باید همیشه مراقب اعمال خودش باشد، همیشه همون گونه قبلا هم عرض کردم قبل از اینکه دچار مشکل بشود و نیازی به نظر و نیاز بیفتد در واقع این اعمال رو انجام بدهد و بهترین کارها رو و اعمال رو به نحو احسن انجام بدهد تا اینکه در مواقع ضرورت بتواند به اعمال خودش در واقع به پیشگاه الله متعال توسل بجود. اعمالی رو که بنده اشاره کردم، نماز و روزه و حج و در واقع و همچنین صدقات که در این روزها واقعا وقتش هست و خصوصا که عید سعید قربان رو داریم که مثلا مردم در این عید فقرا نیاز بیشتری رو داشته باشند، رسیدگی بکنیم از نظر مالی، صدقات و خیراتی رو که داریم بیشتر به فقرا برسانیم. و یک موردی که بسیار حائز اهمیت هست و یکی از توصیه های رسول الله صلی الله علیه وسلم هست در این روزها و یکی از در واقع انگیزه های حج هست یا اعمالی هست که انسان در حج باید انجام بدهد، چه انسانی که در حالت حج هست یا در حالت غیر حج هست. در روایتی که از حضرت عبدالله ابن عباس به صورت میان برنامه با صدای شما پخش شد، روایتی همین روایت با زبان حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه در مسند احمد اومده با یک تفاوتی که در آخرش اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که
در هیچ روزی از روزهای سال به اندازه این 10 روز در واقع اعمال ارزش ندارند نزد الله متعال. و در ادامه فرمودند فاکثروا فیهن من التهلیل و التکبیر و التحمید. پس بنابراین شما در این روزها زیاد لا اله الا الله بگویید و زیاد الله اکبر بگویید و زیاد الحمدلله یا سبحان الله بگویید. این یکی از اعمالی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردند. فرمودند که اعمال در این روز ارزش بیشتری رو دارد، پس بنابراین در این روزها شما ذکر بیشتری رو انجام بدهید. و جالب هست که در سیره صحابه اومده که حضرت عبدالله ابن عمر یا حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه در این 10 روز میرفتند به بازار فقط به بهانه این که با صدای بلند در میان مردم تکبیر بگویند تا مردم بیادشون بیفته که باید در این روزها در واقع تکبیر بگوییم و با صدای بلند در واقع تکبیر میگفتند تا که مردم را متوجه بکنند و این سنت را یعنی ذکر الله متعال رو در این روزها باید انجام بدن. اعمال دیگر رو که مشخص هست نماز و روزه و زکات و یا اینکه در واقع حج برای کسانی که توانستند به حج بروند. اما این ذکر زبانی یک چیزی هست که در واقع نه زحمتی رو دارد و نه هزینه‌ای رو ما برایش متحمل میشیم. وقتی هم از ما نمیگیرد، مزاحم کار ما هم نمیشود در هنگام کار، در هنگام رانندگی، در هنگام آشپزی خانم ها یا در هنگام تمام کارهایی که انجام روزمره ما هست و انجام میدیم. چه بهتر که زبان ما در واقع مشغول ذکر الله متعال باشد و این ذکر رو سعی بکنیم که در واقع یعنی زبان ما چنان راحت باشد و چنان با طیب خاطر و به راحتی الله متعال رو ذکر بکند که همیشه در حال ذکر باشد، یعنی در هنگام عادت بشود که ما با ذکر کردن دچار خستگی نشویم، احساس خستگی و ملالت در واقع نکنیم. بدین خاطر من برخی از ذکرهای برتری رو که در شریعت اسلامی اومده، ثواب بیشتری رو دارند، دلیل صحیح تری دارند و محبوب تر هستند نزد الله متعال، اینها رو گوشزد میکنم، یادآوری میکنم به بینندگان عزیز من و خود بنده هم و به تمامی دوستان و عزیزان این توصیه رو دارند که سعی بکنیم که در این ایام این اذکار همیشه ورد زبان ما باشند. روایت خیلی معروفی هست، تمام عزیزان اگر نگوین تمامشون حداقل اکثرشون شنیدن این روایت را که آخرین روایت صحیح بخاری هست که از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن. واقعا ویژگی های منحصر به فردی هستند برای این ذکر. 2 جمله هستند، بر زبان خیلی ساده اند، گفتنشون هیچ گونه زحمتی رو برای انسان ندارد، اما در میزان و در ثوابی که بر این مترتب میشود بسیار سنگین هستند، خیلی وزنه دارند نزد الله متعال. جواهر درشتی هستند. بله درشتند، ارزش دارند و در عین حال نزد الله متعال محبوبند، خداپسندند. بیشتر از هر ذکری الله متعال اینها رو در واقع میپسندد. ذکری با این ویژگی ها که هم ساده باشد گفتنش، ثوابش خیلی زیاد باشد و الله متعال رو بپسندد، موجب رضایت الله متعال باشد. اگر اذکار رو به جواهر تبدیل کنیم اینا الماسن، اینا بهترین و بالاترینشون هستند و با ارزشترینشون هستند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. خیلی ساده هست. این 2 جمله محبوب ترین جملات هستند، محبوب ترین اذکار هستند، بر زبان آسان هستند اما در میزان اعمال سنگین هستند و محبوب الله متعال هستند. و همچنین در روایت دیگر در صحیح مسلم، این روایت در صحیح بخاری و مسلم هر دوتاش هست، روایت صحیح مسلم از سمره ابن جندب رضی الله تعالی عنه آمده که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند احب الکلام الی الله 4، بهترین گفتار و بهترین اذکار نزد الله متعال 4 تاست. بهترینشون، محبوب ترینشون نزد الله متعال 4 تا هست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. و جالب این است که بهترینشون عامترینشون هست. یعنی تمام مسلمانان را اگر از یک مسلمانی شما بخواید، از هر یک بچه شما بخواید که الله متعال را ذکر بکن، چه ذکری بلد هستی؟ میگه سبحان الله و الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله.
اینها 4 کلمه و 4 جمله محبوبتر و برتر هستند نزد الله متعال. و این سبحان الله یعنی با تعبیرات مختلفی اونگونه در روایت عمل اومده سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم، در این روایت اومده سبحان الله، یا بعد در برخی از روایات چیزای دیگری برای این اضافه شده، مانند روایت حضرت جویریه رضی الله تعالی عنها در صحیح مسلم که میگه یک روزی من بعد از نماز صبح در همون جایی که نماز خونده بودن نشسته بودم. رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز بیرون رفت از خونه دنبال کاری و زمانی که آفتاب برآمده بود وقت ضحی اومد رسول الله صلی الله علیه و سلم و دید که من هنوز سر همون جایی که نماز خونده بودن روی مصلی هنوز نشسته بودم. گفت که جویریه از همون وقتی که من رفتم بیرون شما هم اینجا نشستید یک دست داری ذکر میکنید و مشغول اوراد خودت هستین؟ گفتم بله یا رسول الله. گفت که من از وقتی که بیرون رفتم 3 مرتبه یک جمله رو تکرار کردم. 3 مرتبه یک جمله رو من تکرار کردم که ثوابش از تمام ذکرهایی که تو در طول این روز انجام دادی بالاتر هست و بهتر است، فضیلت بیشتری رو دارد. و این 3 جمله که یا این یک جمله که به صورت کامل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن سبحان الله و بحمده، ابتداش و آغازش با همین سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته. این اگه ترجمه بفهمید شاید بیشتر به ذهن که بمونه. الله متعال پاک هست، ستایش میکنیم الله متعال را و حمد الله متعال را ما بر زبان می آوریم به تعداد سبحان الله و بحمده. سبحان الله و بحمده ترجمه این بله، یعنی سبحان الله و بحمده در ادامه اومده که عدد خلقه به تعداد آفریدگان الله متعال و تا سرحد رضایت الله متعال و رضا نفسه تا سرحد رضایت الله متعال و زنة عرشه به سنگینی عرش الله متعال، زیرا که عرش الله متعال بزرگترین مخلوقی هست که الله متعال در واقع آفریده و سقف تمام مخلوقات هست. یعنی تمام آسمان ها و زمین ها در محدوده سقف و عرش الله متعال، نهایتش به عرش میرسد که از تمام همون گونه که امروزه که ما در دنیا هستیم مجموعی از عرش. بله، دور و بر ما آسمان هست و دور و بر آسمان بالا آسمان فرا گرفته عرش الله متعال در واقع همه رو در بر گرفته. پس برای سبحان الله و بحمده یک سبحان الله و بحمده که از ته قلب با خلوص نیت و با استحضار در واقع گفته می شود به تعداد مخلوقات الله تا سرحد رضایت الله متعال و به اندازه و وزن عرش الله متعال و مداد کلماتی به اندازه تعداد کلمات الله، یعنی گفتار الله متعال در واقع که کاملا بی نهایت است. این یکی از جملات بسیار زیبایی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه توصیه می‌کردند به همسر خودشون در واقع که یکی از محبوب ترین و سلامت ترین انسان‌های روزگار بودند، همسر رسول الله صلی الله علیه و سلم جویریه، مانند دیگر همسران رسول الله صلی الله علیه و سلم و امهات المؤمنین. این ذکر سوم هست. یک بار دیگه اگر این ذکر رو تکرار بفرمایید. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته. سبحان الله و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنة عرشه و مداد کلماته. خیلی ساده هست. و ذکر دیگری که در صحیح بخاری و صحیح مسلم هست که خیلی جالب هست و متاسفانه ما خیلی غافل هستیم. این نکته رو عرض بکنم، معمولا کارهای خیلی ساده رو که ثواب خیلی زیادی رو دارین، معمولا نمیدونم که بگم شاید 80-90% مردم اگر حمل بر بدگمانی نباشد از اینها غافل هستند، در عین حال که خیلی ساده هستند، خیلی فراگیر هستند، همه میتونن انجام بدن و خیلی ارزش و ثواب داره و ما هم خیلی بهش نیاز داریم، اما خیلی ازش هم در واقع غافل هستیم. روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه هست، میگوید که یک ذکری رو رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. این جمله هست، لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. این ذکر رو رسول الله صلی الله علیه و سلم جز محبوب ترین ذکرها در واقع یاد کردند و ثوابی که بر این مترتب می شود واقعا جای تأمل دارند. در ادامه روایت اومده هر کسی که روزانه این رو 100 مرتبه بخواند، روزانه 100 مرتبه این ذکر را در واقع بخواند، صحیح بخاری و مسلم هست عرض کردم، این ثوابش معادل هست با آزاد کردن 10 برده، گویا که 10 برده را آزاد کرده.
و در ثواب آزاد کردن برده اومده هر کسی برده ای را بخرد و آزاد کند، در مقابل هر عضوی که از این برده آزاد کرده، عضو خودش را از جهنم آزاد کرده. یعنی این که اگر شما یک برده رو آزاد کردید، یعنی خودتان رو خریدید، باز خرید کردید از آتش جهنم. 10 تا برده یعنی 10 ده برده رو که آزاد بکنید، گویا 10 مرتبه خودتان رو خریدید از آتش جهنم. 10 بار در واقع ضمانت کرد. این یک ثواب هست. و یعنی با گفتن یک بار این ذکر، نه 100 بار، 100 بار گفتن 100 بارش مساوی هست ثوابش 10 برده آزاد کردن و 100 حسنه و نیکی در واقع اضافه شدن بر انسان و 100 گناه از انسان معاف شدن و بخشیدن که الله متعال معاف میکنند. و اضافه بر این چیزی هست که بیشتر بینندگان عزیز همیشه سوال میکنند، یکی از نیازهای عمومی هست که متاسفانه در این زمان که سحر و جادو در واقع ترس از ساحران و جادوگران و جن و شیاطین زیاد شده، این در واقع خیلی ما نیاز داریم که این رو بخونیم. و در ادامه اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این حرزی از شیطان خواهد بود. شما با این جمله در پناه قرار خواهید گرفت از شیطان. یعنی خودتون رو قرنطینه کردید، در حصار قرار دادید که شیطان و جن و شیاطین و سحر و در واقع هیچ گونه ضرری رو به شما نمیده. یک سپر میشه در مقابل بلاها و مصیبت‌ها، اهم از جن و شیاطین در واقع. و ادامهش اومده که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که و هیچ کسی بهتر از شما عملی رو پیش الله متعال نخواهد آورد. این وقتی که این ذکر را خوندید، بهترین عمل دنیا رو شما انجام دادید و هیچ کسی بهتر از شما عملی رو در درگاه الله متعال نخواهد آورد مگر کسی که بیشتر از شما تکرار بکند این جمله رو. همین ذکر رو 10 برده آزاد می شود، 100 نیکی اضافه می شود، 100 گناه کم می شود و یک محافظتی می شود، سفری در مقابل شیطان و سحر و جادو می شود. و این بالاترین عمل هست که هیچ کسی بالاتر از شما نمی تواند انجام بدهد مگر اینکه بیشتر این ذکر رو در واقع تکرار بکنند. سبحان الله و ببخشید لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك و له الحمد و هو على كل شيء قدیر. چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیره گفتن 100 بارش؟ والا این که وقتم بگیرد، وقت نمیگیرد، این ارزش رو دارد که در واقع این همه فضیلت و ثواب رو داشته باشد. و در نهایتا مورد پنجم که در واقع یک کنزی از کنوز بهشت هستی که خزانه‌ای از گنجینه‌ای از گنجینه‌های بهشت، بنابر روایت حضرت ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنه در صحیح بخاری که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون فرمودند الا ادلک علی کلمه کنز من الجنه، آیا یک کلمه رو نگویم به شما که یک کنزی هست از کنزهای بهشت، یک گنجینه‌ای هست از گنجینه‌های بهشت؟ گفتن فرمودند که قل، دستور دادن به ابو موسی که قل لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. شما اگر 100 مرتبه گفتی لا حول ولا قوة الا بالله، یعنی اینکه 100 تا گنجینه رو برای خود در روز قیامت مهیا کردی و در بهشت منتظر شما هست. اعمال انسان که انجام میدهد به عنوان تقرب یا تقرب جستن به الله متعال واقعا به همین سادگی هست. کسب حسنات به همین سادگی هست. منتها لازمش این است که انسان باید یک عزمی رو داشته باشد و یک اخلاصی رو داشته باشد و در واقع استحضار نیت، یعنی نیت این ارزش ثواب را و این اوج و عظمت این ثواب در ذهن انسان در واقع همیشه باشد و با این امید و با این آرزو این اذکار را انجام بدهد. امیدوار هستم که تمامی ما انشالله بتوانیم که در این دهه بهترین که فرصت هست بهترین اعمال رو انجام بدهیم و بهترین سود و ثمره رو انشالله ببریم. انشالله که همه بینندگان عزیز این اذکار رو به خاطر سپرده باشن. من خودم به شخصه انشالله تلاش میکنم و این عهد رو با خدای خودم میبندم که به این اذکار پایبندی بیشتری نشون بدم، علل خصوص در این 10 روز آینده. و این تقاضا را از همه شما بینندگان عزیز هم دارم که بیایم یک تولدی جدید شروع بکنیم برای خودمون در این 10 روز. این 10 روز بهانه‌ای قرار بدیم برای ارتباط بیشتر با الله تعالی، برای بازگشت، برای توبه، برای بهتر شدن، برای سرمایه گذاری برای آخرت و اینکه عادت بدیم زبون خودمون رو به این اذکار سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این 5 ذکری رو که جناب مولانا اشاره فرمودن، اینها دیگه شاه ذکرن، اینها الماسن، اینها بریلیانن، اینها بهترین جواهراتی هستند که ما میتونیم پیدا بکنیم و به سادگی سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر و لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة الا بالله و سبحان الله و بحمده عدد خلقه و زینت عرشی و رضا نفسه این فراموش شد و زینت عرشی و مداد کلماته. ان شاء الله که ما به این اذکار پایبند خواهیم بود و اینها رو بیشتر و بیشتر تکرار خواهیم کرد. اما در این روزها این اذکاری که گفته میشه جناب مولانا یک ذکر دیگه هم زیاد ذکر میشه در این ایام. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لك لبیک ان الحمد و النعمت لك والملك لا شریک لك. درباره این ذکر رو حج برام بگید. این ذکر در واقع تحریمه حج هست، یعنی شروع حج. شروع حج مثل همون الله اکبر نماز، مثل همون و اسمش هم همون هست. اسمش هم همون هست. یعنی در هنگامی که ما نماز میخونیم تکبیر تحریمی داریم با الله اکبر که ندای بزرگی و عظمت الله متعال هست و نشانه وحدانیت الله متعال هست. نماز رو آغاز میکنیم، یعنی این که بعد از این تکبیر اعمالی رو که ما قبلا میتونستیم انجام بدیم بر ما حرام میشوند. میتونستید که بخورید، بیاشامید، راه برید، این طرف اون طرف نگاه بکنید، بخونید یا هر کار دیگری رو که کتابی بردارید یا کارهای روزمره رو انجام بدید. اما با گفتن الله اکبر تمامی این اعمال در واقع بر شما حرام هستند. شما در نماز هستید و جالب است که تمامی عبادات یک چنین چیزی رو دارند، شبیه به این رو دارند، یک کلید رو دارند که یعنی استارتش از در واقع شروع میشه. بله. و در مورد حج همین لبیک گفتن هست، یعنی با پوشیدن احرام شما محرم نیستید. یعنی بعد از اینکه لباس احرام رو شما پوشیدید بازم میتونید که کارهایی رو که قبلا انجام میدادید الان هم انجام بدید. اما با نیت کردن و وقت با گفتن لبیک اللهم لبیک بقیه اعمال بر شما دیگه حرام میشن. اون عبادت عمره حج شروع میشه. بله، زن حرام میشه، مقدمات همبستری در واقع حرام میشه، عطر زدن حرام میشه، پوشیدن سر در واقع حرام میشه، پوشیدن لباسهایی که به اندازه تن دوخته شده، شلوار و پیراهن در واقع حرام میشه و بقیه اعمالی که در این زمینه وجود داره. اما در مورد خود حج که در واقع یکی از شعائر اصلی اسلام هست و در مورد هیچ یکی از ارکان اسلام صحابه جهاد نکردند با تارکینش. یعنی چی؟ یعنی این که مسلمانانی که ادعا می‌کردند ما مسلمان هستیم و زکات رو ترک کردند، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی با اونها عملاً وارد جنگ شد. این در مورد زکات بود و حدیث حضرت معاذ رضی الله تعالی عنه از زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم ایشون فرستادن به یمن، این نقطه رو به ایشون در واقع توصیه کردند که چه حقی بر من به چه اونها رو دعوت بدم، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که من ارکان اسلام رو این رو بگو که نماز بخونند و زکات بدند، حج بروند. هر کسی که این اعمال رو انجام داد فقط عصم منی ماله و دمه، مال و دمش رو بر من در واقع حرام قرار داده که من نمیتونم که در واقع به اونها تعرضی رو داشته باشند، یعنی محافظت بشه. یعنی یک نوع حرمتی هست برای جان و مال مسلمان، منتها به شرط این که این اعمال در واقع انجام بدهد. در مورد حج روایتی هست در صحیح بخاری و مسلم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه که یک روزی از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال شد که ای العمل افضل، کدوم عمل برتر هست نزد الله متعال، ارزش بیشتری را دارد؟ ایشون فرمودند ایمان بالله و رسوله، ایمان داشتن به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم برترین اعمال هست، برترین ارزش رو ایمان به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند. ایشون سوال شد که ثم ماذا، بعد از این در واقع چی هست؟ ایشون فرمودند الجهاد فی سبیل الله، جهاد در راه الله. سوال کردن ثم ماذا، فرمودند حج مبرور، در مرحله سوم حج مبرور در واقع بزرگترین ثواب رو در راه الله متعال دارد و که کسی برود به خاطر الله متعال حج بکند این بالاترین ارزش رو دارد. در روایت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها که بخاری در کتاب الحج این رو آورده، میگه من از رسول الله صلی الله علیه و سلم سوال کردم که یا رسول الله این عملی رو که این فضلی رو که ما میبینیم که جهاد دارد که بعد از ایمان
بالاترین ارزش و جایگاه را دارد. افلا نجاهد، ما به جهاد نرویم؟ ما زنها میخوایم که این فضیلت جهاد و مجاهدین رو در واقع درک بکنیم و بهش برسیم. آیا ما جهاد نکنیم؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند لا، لکن افضل الجهاد حج مبرور. شما جهاد نکنید، اما برترین جهاد حج مبرور هست، حجی که بر اساس اصول و قواعد در واقع اسلام انجام بگیرد. این بزرگترین جهاد برای شما هست. یا در مورد ارزش و ثواب این حج اونگونه که در روایت متفق علیه ابو هریره اومده که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند العمره الی العمره کفاره لما بینهما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. حج مبرور جزایی و پاداشی غیر از بهشت ندارد. یا روایت معروفی که باز هم از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است و در صحیح بخاری است که همه مردم اینو در واقع اگر خود الفاظش رو حفظ نباشند حداقل معنیش رو در واقع حفظ دارند. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه. کسی که حج را بدون این که در این حج دچار رفث بشود، دچار فسوق بشود، دچار دشنام بشود یا کارهای بیهوده انجام بدهد یا همبستری رو در این ایام در واقع انجام بدهد، با این شرایط حج بکند، این از محظورات حج اجتناب بکند، این حج مبرور هست. و حج مبرور این رجع کیوم ولدته امه، گویا که تازه از مادر در واقع متولد شده. پس بنابراین این حج این جایگاه عظیم را دارد و این جالب است، تمامی ارکان اسلام کفاره گناهان می شوند. در مورد نماز رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماند که الصلوات الخمس کفاره لما بینهن، نمازهای پنجگانه کفاره هستند برای این گناهانی که انسان در این میان، یعنی از این نماز تا نماز دیگر انجام میگیرد. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، گناهانش کاملا بخشیده میشوند. در مورد حج می‌فرمایند که هر کسی که حج بکند و رفث و فسوقی را انجام ندهد رجع کیوم ولدته امه. در مورد زکات هم مال انسان به صورت کلی پاک می شود. وقتی که تغذیه انسان از مال حلال بشود، اون در واقع بزرگترین فضیلت و پاداش رو در واقع دارد که جز انسانهای مجاب الدعوه انسان در واقع قرار می گیرد. پس بنابراین ما باید با استحضار نیتی که داریم، با اخلاص و تقربی که باید خالصانه باشد، فقط و فقط برای خدا باشد، بدون ریا و بدون خودنمایی، حج را و بقیه اعمال شرعی رو باید ما انجام بدهیم. حالا جناب مولانا، فضایل حج و صحبت‌هایی که درباره حج میشه، اون حال و هوای حج، اون مناسک عظیم، اون به هر حال شور و حماسی که در حج وجود داره، به خاطر به هر حال حالا چه شرایط خاصی که حاکم هست بر مسجد الحرام، مسجد نبی و محدودیت مکان و محدودیت امکانات، کل امت نمیتونن که برن به حج و حالا اگر امکانات هم فراهم بشه، امکانات اقتصادی برای خیلی از عزیزان این اجازه رو نمیده که به حج برن. کسانی که حج بیت الله الحرام نصیب اونها نمیشه که اکثریت جامعه اسلامی هم هستن و اغلبیت، آیا یک عبادت جایگزینی، یک به هر حال بدیلی وجود داره که به نحوی از این اجر و پاداش محروم نمونن؟ در این زمینه همون گونه که من قبلا هم اشاره کردم، این فضل و رحمت الله متعال هست که این ثواب اعمال در کل این دهه مشترک است، هم برای حجاج و هم برای غیر حجاج. ثواب روز عرفه مخصوص کسانی هست که به حج نیامدند. ثواب روز عرفه. روز عرفه بله. یعنی این که روز عرفه کسانی که برای حج نرفتن این روز رو روزه بگیرن. رسول الله صلی الله علیه وسلم گفته من امیدوار هستم که گناهان یک سال گذشته و یک سال آینده معاف بشه. حاجی روزه نمیگیرن. حاجی روزه نمیگیرن، اجازه ندارند که روزه بگیرن. اصلا نباید روزه بگیرن. نباید روزه بگیرن. چون روزه نمیگیرن پس این ثواب فضیلت هم در واقع مال غیر حجاج. مال غیر حجاج هست. پس بنابراین یک نوع در واقع توازنی در اینجا وجود دارد و در بقیه اعمال و ثواب اعمالی که انجام میدهند با هم دیگر برابر هستند. گرچه حرم مکی یک فضیلت خاصی رو دارد، این برتری هست که الله متعال به هر کسی که الله یؤتی من یشاء. منتها باز هم در این زمینه یک مواردی هست که اگر ما واقعا یعنی جدی باشیم، واقعا مصمم باشیم، میتوانیم که ثواب حج و عمره را توی خونه خودمون و توی محله خودمون هم کسب بکنیم.
چطور؟ بعید نیست. روایتی هست در این زمینه که صحیح هست و در صحیح الجامع شیخ البانی اونو در واقع صحیح گفته، از حضرت انس رضی الله تعالی عنه روایت شده در سنن ترمذی که ایشان میگویند رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من صلى الفجر فی جماعت ثم قعد یذکر الله تعالی حتی تطلع الشمس. هر کسی که نماز صبح را با جماعت بخواند و بعد از نماز جماعت در همون جایی که نماز را خونده بنشیند و مشغول ذکر بشود، قرآن بخواند، تلاوت بکند یا اینکه اذکاری رو در واقع انجام بدهد حتی تطلع الشمس، تا زمانی که آفتاب طلوع بکند. ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. الله اکبر. تضمین کرده رسول الله صلی الله علیه و سلم هر کسی که نماز را با جماعت بخواند، بعد از نماز در همون جایی که نماز خوانده بنشیند و الله متعال را ذکر بکند تا طلوع آفتاب، و بعد از طلوع آفتاب تقریبا 10 دقیقه ربع ساعت بعد از طلوع آفتاب که وقت نماز اشراق نماز ضحی هست صبر بکند و 2 رکعت نماز بخواند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند این ثوابش مانند یک حج و عمره کامل هست. خواهرانی که شاید نتونن مسجد برن و خب بهتر از این است که نماز در خانه بخونن، خواهران هم این اجر نصیبشون میشه در خانه اگه نماز بخونن بشینن تا اشراق. برای خانم ها رفتن به نماز جماعت در واقع فرض نیست و واجب نیست و رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که و بیوتهن خیر لهن، و فرمودند اگر از شما اجازه خواستن زنهایتون به مسجد بروند بهشون اجازه بدهید، اونا رو منع نکنید، اما زنها بدونند که در خونه برای اونها بهتر هست از مسجد. یعنی این که حتی اگر در خونه نماز خوندن، در مسجد خونهشون، در مصلی خونهشون، در همون جایی که میشه نماز میخونند، اگر بنشینند و این اذکار را ذکر بخونند در این یا تلاوت بکنند تا زمان طلوع آفتاب و بعد از آن 2 رکعت نماز اشراق یا نماز ضحی هر چیزی که اسمش را بگذاریم یا صلات اوابین در واقع بخونند، این 2 رکعت ثوابش برابر با یک حج و عمره هست. نه تنها حج و عمره ناقص، تامه تا 3 مرتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که حج و عمره کامل این ثواب رو میتوانند دریافت بکنند. اما یعنی هر روز اگر تکرار بکنند همین ثواب رو در واقع هر روز میتونن ثواب حج عمره میتوانند که ثواب یک حج عمره رو در واقع کسب بکنند. اما کجا هستند انسان‌هایی که واقعا عزیمت دارند، همت دارند و این در واقع استعداد رو در واقع دارند که مواظبت بکنند بر این فضیلتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای چنین اعمال ساده برای ما در واقع بیان کردن. این واقعا کمال بی‌توجهی هست که ما در عین این که خیلی نیاز داریم، در عین این که خیلی اشتیاق داریم که به مقامات بالا و درجات بالای بهشت برسیم، ثواب اعمالمون خیلی زیاد باشد و میزان اعمال ما سنگین بشود، اعمال ساده ای رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما معرفی کردن برای بهتر رسیدن، برای زودتر رسیدن به الله متعال، برای سنگین تر شدن وزن اعمال ما، اما ما به راحتی از این موارد در واقع غافل هستیم و با اینکه هیچ زحمتی رو برای ما ندارن، حداقل سعی بکنیم که این موارد رو تا جایی که امکان داره هم استحضار نیت داشته باشیم، با یادآوری و با دانستن این فضیلت و این ثواب و این درجه این اعمال رو انشالله انجام بدهیم. این خودش یک نوع سبب می شود، یک نوع تشویق و ترغیب می شود برای خود ما که از این به بعد بیشتر مراقب اعمال خودمون باشیم و فرصت‌های زمانی و مکانی رو به نحو احسن ازشون استفاده بکنیم. من به خاطر اهمیت موضوع این بخش آخر رو خلاصش رو تکرار بکنم که حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی بعد از نماز صبح بنشیند، برای آقایون جماعت در مسجد، برای خانم ها و خواهران بزرگوار در خانه خودشون بعد از نماز بشینه. و حالا شاید بعضی از عزیزان بگن مسجد دور بر ما نیست در شهرهای بزرگ، خب حتما اما نماز خودش رو بخونه، بشینه در خانه خودش و شروع بکنه به ذکر و عبادت و مشغول باشه به عبادت تا طلوع آفتاب. نهایتاً 1 ساعت رو بیشتر طول نمیکشه، هر چقدر هم که طولانی بشه این فاصله بیشتر نمیشه و بعدش 2 رکعت نماز بخونه. این شخص ثواب 1 عمره و حج کامل رو حتما خواهد برد. حالا دیگه مرد میخواد که آستین همت بالا بزنه و مردانگی میدونیم یک صفت، جنس مرد و زن مهم نیست، یک صفت مردانگی میخواد. هر کسی که میخواد
خواهان اجر پاداش حج و عمره هست نزد الله تعالی. چقدر زیبا خواهد بود اگر روز قیامت انسان بیاد و در پرونده اعمالش ثواب هزاران حج و عمره نوشته شده باشه به خاطر روزهایی که می نشسته بعد از نماز صبحش تا طلوع آفتاب و اینها رو ذکر می کرده و هر روز بر پرونده خودش یک حج عمره اضافه کرده باشه. اگر انسان روزانه این رو بخواد پیش ببره، ماهی 30 تا سالی 360 تا حج میشه، 10 سال این کارو بکنه 3600 تا حج میشه، یکیش هم قبول شده باشه برای بهشت انسان کافی و ضمانت میشه. درباره جناب مولانا ما حدوداً 10 دقیقه فکر کنم تا یک رو فرصت داریم، درباره مقاصد حج و اهداف حج اگر برای ما به صورت مختصر ذکر بکنید چند دقیقه را. ببینید هر عملی از اعمال شرعی که به عنوان تقرب هست، به عنوان عبادت هست، یک سری منافی رو برای انسان در بر دارد. برای نماز این الصلاة تنهی عن الفحشاء و المنکر، شما رو از فحشا و منکرات باز می دارد. و جالب این است که بسیاری از مردم فکر می کنند که نماز تأثیر نداره در زندگیشون، اما باز هم تأثیر دارد. همونهایی که کم نماز میخونند یا اینکه بد نماز میخونند، اونایی که خوب نماز میخونند اونها به جای خودشون، حتی همونایی که کم نماز میخونند یا بد نماز میخونند، میزان جرم و جنایت در این طیف بسیار کمتر از اون کسانی هست که اصلا نماز نمیخونند. بدون شک معمولا کسانی که اهل جرم و جنایت و بزهکاری هستن، شما نگاه بکنید اهل نماز و اهل مسجد در واقع نیستن. اگر اهل مسجد هم باشند یعنی پایبند در واقع نیستند و خللی در این زمینه وجود دارد. اما به هر صورت اونهایی که نماز میخونند درجه جرم و جنایتشون، گناهشون، بزهکاریشون بسیار پایین تر است. یعنی این که نماز در هر حدی که باشد این تاثیر رو دارد که ما رو از فحشا و منکرات باز می‌دارد. در هر حد و میزانی که نماز شما نماز خوبی باشد، پسندیده باشد، از نظر ارکان و واجباتش و از نظر تعدیل ارکانش بالاتر باشه، این ثواب بیشتری رو و همچنین از نظر حضور قلب شما بیشتر داشته باشید، تأثیر بهتری رو در زندگی شما خواهد داشت. در مورد روزه هم که در واقع ثمرش همون تقوا هست که روزه بگیرید تا اینکه لعلکم تتقون، تا اینکه تقوا و پرهیزگاری شما حاصل بکنید. در مورد حج هم اضافه بر این که تمامی این عبادات عرض کردم کفاره گناهانی هستند، این ثمره حج یا اینکه مصالحی که در راستای تدوین حج یا بگیم تشریع حج در واقع از جانب شریعت مد نظر قرار گرفته بسیار مفصل و گوناگون هست. من جمله این که در واقع حج یک نمادی هست از تعظیم شعائر الله متعال و بزرگداشت شعائر الهی و ارزش قائل شدن به شعائر الهی. این در واقع یک هدف هست و یک در واقع دستور شرعی هست. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، که این نشانه تقوایی هست که در قلب انسان در واقع نهادینه شده. و شعائری که در حج هستند تعظیم بیت هست، تعظیم در واقع تمام شعائری هست که در مکه مکرمه وجود دارد، اهم از عرفات و منا و مشعر و مزدلفه و در واقع تمام اعمال دیگری که در این موقع انجام می شود. پس بنابراین اولین مصلحتی که مراعات می شود یا مد نظر هست همون تعظیم شعائر الله متعال است که ما شاعر الله را چه اهم از این که در حج باشند یا در غیر حج باشند، هر چیزی که به عنوان شعیره دینی و شعار دینی و نماد دینی هست اینو ما باید بهش ارزش قائل باشیم و بهش اهمیت بدیم. این یک نکته. نکته دیگر این که در حج اون الفت و وحدت و یک دیلی و یک دستی که مسلمانان باید داشته باشند اینو در واقع ما عملا داریم میبینیم و قطعا کسانی که در حج بودند بسیار زیاد اینو مشاهده کردند که مردم با رنگ‌های مختلف، با لباس‌های و پوشش مختلفی که در واقع غیر از وقت احرام دارند، با قد و قواره مختلفی که دارند، با اخلاق مختلفی که دارند، با زبان‌هایی که مختلفی دارند، انگار همه جمع شدند، همه یک زبانو میفهمند، همه یک کاری رو انجام میدن که همه مشترک هست، هماهنگ هست، نظم مشخصی رو داره، سر وقت میرن، سر وقت میان، فلان کار از فلان ساعت تا فلان ساعت بعد انجام بدن، با تمام رنگ و با تمام تفاوت‌های ظاهری که دارند از نظر زبان و شکل و لباسشون، منتها این اعمال رو
به صورت مشترک و به صورت مساوی کاملا در واقع انجام میدن. در اونجا میبینی که یک فرد سیاه کمال محبتش رو داره با یک فرد سرخ و سفید، همدیگر رو در بغل میگیرند، خوشحال میشوند. شاید در جای دیگر انسان این احساس رو نداشته باشد، اما وقتی که حتی کسانی که کراهت داشتند قبل از این بدشون میومد، فرض کنیم که از سیاه رو از سفید بدش میومد، سفید رو از سرخ مثلا بدش میومد، اما در حج وقتی که یکدیگر رو میبینند احساس محبت میکنند، احساس اینکه با همدیگر نزدیک هستند، یکی هستند. و این یکی از مقاصد حج هست که ما را یه در واقع نشان میدهد که همه شما یکی هستید. مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد. مسلمانان در رحمت و در مودت و در دوستی مانند یک جسد هستند. اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسحر. این نمونه بارزش رو ما در حج میبینیم. این مورد دوم هست. و مورد دیگر این است که واقعا زنده کردن خاطرات پیامبران اولوالعزم، اینو فقط کسی میفهمه که در اونجا باشه. زمانی که شما میدوید از صفا تا مروه و ادای هاجر رو در میارید، از اونجایی که هاجر دویده شما هم میدوید، این حس فقط کسی داره که اونجا حاضر باشه. این قابل توصیف نیست. هاجر یک زمانی اومده به خاطر نجات فرزندش هی میدوید از صفا تا مروه. ما مسلمانان باید اون زنده بکنیم، مرد و زنش باید بدوند در اینجا. یا حضرت ابراهیم علیه السلام اعمالی رو که انجام داده، کجا سنگ زده ما بریم در اونجا در واقع سنگ بزنیم. این زنده کردن میراث موحدان، یعنی حضرت ابراهیم علیه السلام امام الحنفا. و جالب هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم در سنن ابو داود یک جمله خیلی زیبایی رو فرمودن، گفتن قفوا مشاعرکم فانکم علی میراث علی ارث ابیکم ابراهیم. بایستید بر این مواقف خودتون در منا و مزدلفه و در واقع در رمی جمرات و حتی مثلا در خانه کعبه و مقام ابراهیم، زیرا که شما بر ارث پدرتون هستید ابراهیم علیه السلام. و حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند خذوا عنی مناسککم لعلی لا القاکم بعد عامی هذا. ببینید من چه کار میکنم، طبق روش من و بر جایی که من قدم گذاشتم شما قدم بگذارید، اعمالی رو که من انجام دادم شما در واقع انجام بدهید. و این حس رو فقط حاجی داره. اونهایی که میبینند حاجی چه کار میکنه این حس رو نمیتونن داشته باشن. فقط اون کسی که لباس رو در آورده، احرام رو پوشیده و با اون حس و حال همون جایی رو که ابراهیم قدم گذاشته، محمد قدم گذاشته، پیامبران الهی قدم گذاشتن، هاجر قدم گذاشته، با همون حس و حال وقتی که میدود واقعا احساس میکند که امام موحدین حضرت ابراهیم علیه السلام یا رسول الله صلی الله علیه و سلم با چه احساسی و با چه انگیزی در این میدان در واقع قدم گذاشتند. و نقطه آخر و مطلب آخرمون مطلبی است که شما قبلا اشاره کردید که این حج در واقع شعار توحید هست. لبیک در اینجا واقعا همون معنی تکبیر تحریمه رو در نماز داره. لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک له. این جمله‌ای هست که روح حج هست. ما تمام مشاعر رو انجام میدیم. از زمانی که ما لباس میپوشیم، لباس احرام را، تا زمانی که به مکه میرسیم طواف میکنیم، بعد به منا برویم، به عرفه برگردیم، به مزدلفه برگردیم، به منا اعمال رو در این چند روز انجام بدیم. در تمام اینها این لبیک در واقع روح تمام این اعمال رو به ما میرسونه. خلاصه حج در واقع در همین لبیک گفتن است، یعنی اینکه تمام اعمال ما، حرکت کردن ما، طواف کردن ما، ذبح کردن ما، دعا کردن ما، سنگ زدن و رمی جمرات ما و تمام مشقت هایی رو که ما تحمل کردیم صرفاً به خاطر لبیک گفتن به ندای الله متعال. در زمان جاهلیت مشرکان وقتی که میرفتند تلبیه میگفتن لبیک اللهم لا شریک لک الا شریکا هو لک تملکه و ما ملک. پروردگار تو شریک نداری، اینم هست، این یکی که این شریکی که خودت گذاشتی، این یکی هست، اینم مال تو هست. اینو در واقع شرک میکردن. اما مسلمانان با صدای لبیک لا شریک لک لبیک اللهم لبیک لا شریک
لبیک لک لبیک که تا آخر این دعا که نشانه یکتاپرستی هست و ما همگام با تمامی پیامبرانی که این کار رو انجام دادند و خصوصا امام الموحدین و پیامبرمون رسول الله صلی الله علیه و سلم این حج رو انجام میدیم تا اینکه توحید ناب در قلب ما در واقع بیشتر از گذشته در واقع رشد و نمو داشته باشه و ما این رو احساس بکنیم و این درسی باشد برای ما همون گونه که در مکه موحد بودیم در هر جای دیگر ما باید موحد باشیم. خیلی ممنونم حضرت مولانا. ما وقت ما بودن 1 دقیقه باقی مونده و دوست دارم که صحبت پایانی شما با بینندگان عزیزم بشنویم. من امیدوار هستم که الله متعال به ما توفیق بدهد که در این روزهایی که پیش رو داریم کمال استفاده رو حتما ببریم و اعمالی رو که عرض کردم تا حد الامکان بیشتر از گذشته ما این انجام بدهیم. حد اقلش این است که شما نماز خودتان را 5 وقت در مسجد بخونید. حد اقل کاری که شما می توانید بکنید این است که بر نماز خودتون حتما مراقبت و مواظبت بکنید. سعی بکنید که نماز در این روزها از شما فوت نشود، زیرا همون گونه که در این روزها از ثواب اعمال خیر بیشتر هست، در این روزها اگر شما گناهی رو مرتکب بشید شما در واقع بی‌حرمتی کردید به این زمان مبارک و به این وقت طلایی که الله متعال در خدمت تمام شما قرار داده، در خدمت شما و برای شما این رو قرار داده. امیدوار هستم که تمامی عزیزانتان را، اهم از گذشتگان را و اهم از عزیزانی را که زنده هستند و تمامی دوستان ما را در این شبکه و در شبکه‌های دیگر هم انشالله از دعای خیرتان محروم نکنید. شما برای ما دعا بکنید و ما انشالله برای تک تک شما بینندگان عزیزی که تقاضای دعا کردید، امید دعا دارید، حتما انشالله در این مژده رو بدم که در مشاعر انشالله در سفر حج اگر الله متعال میسر بکند و زنده باشیم برای تک تک شما انشالله دعا خواهیم کرد. آمین. یک مژده رو هم فقط یک مژده رو فقط بگم، تفسیراتش رو انشالله در روزهای آینده خواهید شنید و خواهید دید که حج امسال رو انشاءالله با وصال حق، با پوشش همه جانبه از مشاعر مقدسه انشاءالله تجربه خواهید کرد و انشاءالله یک سورپرایز برای همه شما عزیزان، یک غافلگیری بسیار بزرگی پیش رو هست و یقینا انشاءالله امسال حج امسال رو با چهره جدید و با برنامه‌های بسیار متنوع، یک گروهی و گروه بسیار زیادی چند روزی است که فعالیت رو شروع کردن از 1 هفته 2 هفته پیش و یک تلاش بسیار گسترده‌ای داره انجام میشه تا شما عزیزان امسال حج متفاوتی رو شاهد باشید و حج متفاوتی رو انشاءالله تجربه بکنید. شما عزیزانی که حتی در خانه نشستید انشاءالله امسال همراه ما باشید در روزهای حج. در پایان از همه شما عزیزان که تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید و همراهی تشکر میکنیم و از الله متعال خواهانیم که همه گذشتگان ما رو مورد رحمت، بخشش و مغفرت خودش قرار بده و الله یار و نگهدار شما.